و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت می‌کنم. و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت می‌کنم. شما فتوای علمای اهل سنت گفتید، تا اونجایی که من میدونم همه داد میزنن که اینها یک بخشی از داعش، یک بخشی هست از مردم اهل سنت. خب شما 2 سال قبل اومدید این بیچاره‌ها رفتن مثل بهار عربی اومدن یه جا نشستن تو سامرا و تو نمیدونم انبار و تظاهرات مسالمت آمیز کردن. آقای کیه مالکی رفت همشون رو زد کشت و در انبار چه کارا کردید. حالا نکته آخرم بشنو، داعش با همه این کارایی که میکنه، فیلماش که ما میبینیم، به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران است میکنه. سگ شرف داره. هر چی باشه این داعش اگرم بیاد توی عراق سگش به اونا شرف داره. خب وضعیت در شهر موصل بعد از این انتفاضه و این فتحی که توسط ثوار و در واقع انقلابی ها صورت گرفت، وضعیت امنیتی اونجا چگونه است؟ مردم در امنیت هستن یا خیر؟ خط الکشتار شاهد درگیری هست. توی خود شهر موصل قبل از اینکه موصل در واقع این اتفاق بیفته، هر روز بمبای منفجر میشد، هر روز مردمای گمگون میشدن، فلان کس چی شد، بچه‌اش کجا رفت. ولی الان چند روزی که صدای شلیک هم داخل شهر موصل مردم نمیشنون، امنیتش برقرار. حتی از کارمندا و معلما خواستن برن سر کارشون و گفتن حقوقتون هم میدین، همه بیاین اداره چیز خودتون رو بکنین، کار خودتون رو بکنین. مردم هم میان. کمبود بنزین هست تو شهر موصل و از شهر موصل مردم به اربیل میان برای خرید بنزین. تو اربیل هم یه شلوغی برای بنزین پیدا شده، اونم آزاد مردم میان. متشکرم علی آقای عزیز از موصل عراق از این مطلب و این خبر خوبی که داریم. به حمدالله پیام شبکه جهانی کلم، پیام صلح، امنیت، صفا، دوستی، زندگی مسالمت آمیز در کنار هم دیگر. دوست داریم ماریزا نظر شما استاد سوگیری بشنویم بر این که این گروه داعش، قبل از اینکه وارد اصل جریان بشیم، گروه داعش آیا به نظر شما ساخت ایران هست یا خیر گروه خودجوش مردمی عراق هست؟ طبعا نمیتونه ساخته ایران باشه، بلا شک نمیشه قبول کرد که این گروه ساخته دست ایرانه. عملکرد امروز این نشون میده که هرگز اینها نمیتونن ساخته دست ایران باشن، چون که دارن مردم اهل سنت آزاد میکنن. من احساس میکنم شاید یه شخص خیلی صریح رک بهتون میگم، ناراحت نشید وقت، من احساس میکنم شما از داعش چون میترسین به این صورت مطالب ارائه میدین. میترسم؟ هرگز چنین چیزی نیست. چرا باید از داعش بترسم؟ من حقیقت رو این رو به شما عرض میکنم که یعنی واقعا چیزی میگم به ملت خوب است، با سند ثابت میکنم. به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از است که بشار بگیره. اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه. و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت میکنم. این البته چی آوردن این صورت شوت باد کن من یک سیلی بزنم. و تازه کاری که کرده اینا برای این آوردن که بگن تونسی در جنگه. یعنی این حد اکثر چیزی که ازشون در شکنجه گرفتن. ولی میگن داعش حد اکثر کارش این بوده یا اسیر خودو کشته. اسیر جنایاتی به داعش نسبت داده میشه. همین نمیشه، من که چیزی دیگه ندیدم. حالا اگه ملت عراق بلند شه همین کار حتما در عراق هم انجام. آیا ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن. کرامت انسانی در ایران زیر سوال میره. داعش در مقابل اینا چرا باید باشه آقای هاشمی؟ هرگز در مقابل اینها اگه اونا بیان بهتره. در اول امر که وقتی که داعشی ها در عراق یا که شام خیلی منتشر شده بودند، این در همون وصال حق مگر نمی گفته ملت مسلمان تاجیک، ای ملت مسلمان فارسی زبان، مگر از زبان همین زبان چربی کذاب شما نشنیدید در سال 2014 و 15 و انا همون وقت ها که می گفت که داعشی ها اهل سنت و جماعتند، اونها حقند، بله رافضه ها را برده کشته استن، قندشان زنند. گفته همین نمی گفت مگر؟ بله همین می گفت. همین وصال حقش مگر سبب نشد که هزارها جوان از تاجیکستان به فتوایی که این 2-3 مراتبه فتوا گذاشت، ویدیوهای داعشی ها را گذاشت، مگر به فتوای انا همین انصاری هزارها جوان از تاجیکستان به انا همین
دولتی ساخته شده یا به نام داعشی که این میگوید نرفتند. هزارها جوان از سال 2013 14 15 16 مگر به فتوای امین انصاری نرفتند؟ بله، به فتوای همین بود. و خودی من یک چند جوانها را گفتم که آخر چرا می روید؟ دلیل شما یگان چی دارید؟ بله دلیل داریم. دلیل ما محمد انصاری است. دلیل ما همین وصال حق است. کشور عراق رو به هم بزنن و این واقعا ربط نداره به اینی که ما اسمشو بذاریم قیام مردمی و بخوایم ازش حمایت کنیم. به نظر من گروهک تروریستی مجاهدین و گروهک تروریستی داعش هر دوتاشون از یک جو تغذیه میشن، تغذیه مالی انسان. تحلیل کاملا بی‌پایه و بی ربط بود و نه داعش به اونا میسازه، نه منظورم داعش هم نیست اصلا، اما اهل سنتی که بلند شدن. حالا ظاهرا ملت عراق به این نتیجه رسیدن که تنها راه مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی خودمون در عراق از طریق دست بردن و به اسلحه و یک قیام عمومی است. گروه‌های مختلف اسلامی دست به دست یکدیگر دادند و در یک خیزش عمومی و برقاسا توانستند بسیاری از مناطق اهل سنت رو تحت سیطره خودشون در بیارند. ملت عراق بودند که ارتش که صدها هزار ارتش مالکی را در کمتر از 24 ساعت از پای درآوردند. ایمان اینها بود در مقابل بی ایمانی اونها که به خاطر پول بودند و از دست دادن. قبول باشه انشالله. آقای خدمتی سوال داشتم. واقعا این مشکل اصله که ما با دولت اسلام مبایعه بکنیم، بیعت بکنیم. درخواست بیعت کردن ابو محمد عدنانی از همه مسلمین درخواست بیعت کردن. ابو محمد عدنانی در سوریه شروع کرد برای مردم کشتن. اینا هم یاد گرفتن، میخوان انتقام بگیرن. بدایتش از ایشون شده. یعنی اهل سنت با این اجازه میتونن آدم بکشن، نه که حکومت ایران. خیر شما نفهمیدید جواب بنده را. عرض کردم چون که آقایون صفوی فساد کردند در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاشون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة، دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدند حالا عکس العمل نشون میدن. خب حالا گروهی آمدند که انتقام بگیرن. سالهاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی بلند شدن به اسم اهل سنت. در همین عراق در ایام صدام که شما میگید خونخوار بود، چند نفر کشته شد؟ هر چی صدام کشت 1/100 اون چی که الان شما دارید میکشید نمیرسه. در یمن چند نفر کشته میشدن؟ حوثی ها کی با یمنی ها دعوا داشتن؟ حالا شما آمدید و فساد کردید. سررشته فساد از شماست و ناامنی. خیلی خوب، سبحان الله، خداوند میخواهد تاریخ را برگردد. کما تدین و تدان. اونچنان که مردم را بدهکار میکنی بدهکار میشن. اونچنان که بر سر مردم در میآوری بر سر در میآید. حالا اگر در دنیا نبود در آخرت که حتمی است، ولی خدا میخواهد که در دنیا هم نشان دهد. ببین عزیز، من در مورد داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم. بگید حمایت نمی‌کنیم، برنامه بذارید بر علیه داعشی که الان حکومت اومده این قیام مردمی عراق به قول شما رو گرفته و حکومت تشکیل داده. خب پس این قیام محدوده. آقا جان، داعش که ببخشید یک حرف قطع می‌کنم، داعش وقتی که صفوی‌ها رو داره میزنه کارش درسته، بقیه کارش درست نیست، جنایتش درست نیست. اما اینکه با شما داره جنگ میکنه، حق مردم میگیره، این کارش بد نیست که. داعش که حمله نکرده به بغداد، تا حالا موشکاش نرسیده، مردم بیگناه رو نکشته. عزیز من، مقایسه میکنیم میبینیم که اینا از اونا بهترن. حالا حرف آخرش ما بزنیم. من حرفتون رو قطع کردم، متاسفم. خواهش میکنم جناب توشیدی. ببین همین نکته که شما میاد کل جنایاتی که انجام شده رو میذارید کنار و میاد میگید یه سیلی زده. خوش همین کافیه در رد حرف شما. خب شما چطور میاد کل این جنایاتی که تمام دنیا دارن میبینند و منکر میشید میاد میگید یه سیلی زده؟ بابا خب واقعیات رو ببینید کنار هم. وقت ما رو گفتن تمامه. منم دیگه دو حرف شما و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر. من با سند براتون ثابت میکنم.
و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت میکنم. و حتی ایران برای ایرانی‌ها داعش بهتر، من با سند براتون ثابت میکنم. استاد این کلیپ شخص شماست. هر کسی که حق آقای ملازاده رو ضایع کرده، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس تا روز قیامت بر او باد. الله سبحانه و تعالی اون رو در بهشت وارد نکنه، در قهر جهنم تا ابدالابد بمونه. بگو آمین. آمین. خب غیر از این چیز دیگه میخوای؟ نمیشه از بهش زنگ بزنی؟ خب من میخوام بابا زنگ زدم، بارها بهش زنگ زدم، خودش میدونه، ازش بپرس. بارها بهش زنگ زدم، میگه من با تو مشکلی ندارم، تو حق منو نخوردی. دروغ میگه. این دروغ میگه. کی به من زنگ زده؟ علنا دروغ میگه. لیکن این اجازه بدین تمام بشه بعد جواب بدم. کسای دیگه خوردن. میگه من به خاطر اینکه کسای دیگه ایشون یک دروغگوی دنیا پرسته، آقای انصاری، و بزرگترین مشکل رو ایشون و در دستش که حیدری و ماجد عباسی باشن درست کردن و اموال و دیگران خوردند، لیکن ابزار دستشون اینا بودن. همه اینها دوستان من بودن، ولی مهارشون رو گرفتن، راست راست چپ چپ، و آخرش هم خدا رسواشون کرد. همین آقایی که به مردم وعده میداد که بیاید اونجا من براتون جنسیه میگیرم، خودش از اونجا طرد شد، بقیه هم طرد شدن و یک کلیپ بلند بالا درست کردن به وسیله دستهای پنهان که بنده را چنان نشون میدن که من خودم وقتی اینو گوش کردم دیدم که نکنه منم اطلاعات ایران باشم خبر ندارم. ولی از آدم دروغگو آدم چه توقعی داره؟ همین آقا به دروغ بر من ایمیل زد وقتی دید که مشکل داره حل میشه، قسم خورد که من بعد از این دیگه نه بر علیه دروغ میگم، نه افترا میزنم، نه تهمت میزنم. گفتم خب همین ایمیل رو بر 3 نفرتون بفرست، برای 3 نفر، برای ماجد عباسی و حیدری. گفت نه این ایمیل من اشتباهی فرستادم. همچه آدمیه. و خداوند همشون رسوا کرد. یکیشون دیوانه شد، 2 تاشون طرد شدن، اما بزرگتراشون از وزیر تا دربان خداوند چنان زدشون که چه بگم، عاقلان را اشاره کافی. بله ایشون یه پول فلکی گیرش اومد نیامد، من نمیدونم، یه زن تاجیکی دوم گرفت، نمیدونم آقای قاسم اینجا برای خودش یک ماشین بلند بالا گرفت، اینا میگذره. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل سنت و الجماعه و همه اون مسلمان هایی که صدای بنده را امروز میشنوید، حالا این سخن ما که کم آینده هست و داریم صحبت میکنیم در بالای یکی از اهل بدعت است، سروری که عازری محمد انصاری هست که باز بر آمده است تهمت و طعنه و صحبت های جاهلانه را در بالای ما میکند. الله المستعان. بیاید صحبت این جاهل احمق رو گوش بکنیم که چی میگه. دفعه گذاشتن که صحبتایی کرده بودن با بعضی از همین تکفیری‌ها و داعشی‌ها که تماس گرفته بودن و بر اساس منطق اونها بعضی از مسائل رو مطرح کردن که یکی از این طرفداران اینا خلاصه طرفداران خودش احمق و خودش از طرفدارانش احمق بدونه. بعد البته این مسائلی که اولا ببینید نام موضوع رو هم داعش گذاشته است و در اولی سخنش هم داعش میگه. شاید تا آخری سخنش که حالا میبینم 17 دقیقه است چند مرتبه دیگر این کلمه رو میگیرد و ما را شاید به همون جماعت پیوست کند و متهم سازد. این چرب زبان مکار، این مدلس خبیث
این آذری همیشه این سخنها رو تکرار میکند تا که چهره ما رو در نزد شما یک هیبتناک، یک شما رو از ما بیترساند، تا که شما رو از ما دور کند. قسم به الله هرگز حجت ندارد که من از یگان جماعت هستم، خواه این جماعت داعش باشد، خواه جماعت آذری باشد، خواه حزبی باشد، خواه صوفی باشد، خواه حکومتی باشد. از یگان نمود این جماعت ها نیستیم. من یک طالب علم اهل سنت و الجماعه که به منهج خونده ام و مذهبم قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. علمای سلف رو، متقدمین رو و علمای عصر حاضری که اهل سنت و الجماعه هستند قبول دارم و همه سخنم رو در اساس علما، در اساس سخنهای علما که در بالای قرآن و سنت گفتن میگم. و من یگان فتوا دهنده یگان جماعت هم نیستم، به یگان جماعت بیعت هم ندادم، یگان مراتب تزکیه ندادم که از نام اینها به من همیشه کلمه داعشی را استفاده ببری. و انمین محمد انصاری چرب زبان است که این مدلسی که به خاطر دنیا، به خاطر منفعتش همه کار را میکند. وقتی که در سعودی بود حکومت سعودی را لاف و تاف میزد، وقتی که آمد به ترکیه و در زیر بیرق اردوغان استاد، حالا دارد سعودی رو طعنه میزند. در اول امر که وقتی که داعشی ها در عراق یا که شام خیلی منتشر شده بودند، این در همون وصال حق مگر نمی گفته ای ملت مسلمان تاجیک، ای ملت مسلمان فارسی زبان، مگر از زبان همین زبان چربی کذاب شما نشنیدید در سال 2014 و 15 و انا همون وقت ها که می گفت که داعشی ها اهل سنت و الجماعتند، اونها حقند، بله رافضه ها را برده کشته استند، قندشون زنند. گفته همین نمی گفت مگر؟ بله همین می گفت. همین وصال حقش مگر سبب نشد که هزارها جوان از تاجیکستان به فتوایی که این دو سه مراتبه فتوا گذاشت، ویدیوهای داعشی ها را گذاشت، مگر به فتوای انا همین انصاری هزارها جوان از تاجیکستان به انا همین دولتی ساخته شده یا به نام داعشی که این میگوید نرفتند؟ هزارها جوان از سال 2013 14 15 16 مگر به فتوای انمین انصاری نرفتند؟ بله به فتوای همین بود. و خودی من یک چند جوانها را گفتم که آخر چرا می روید؟ دلیل شما یگان چی دارید؟ بله میگفت دلیل داریم، دلیل ما محمد انصاری است، دلیل ما انا همین وصال حق است. برای چی؟ برای که در سال 2013 و 14 و 15 شده بود، خیلی منتشر شده بود، برای که این خوبسای آذری چهره واقعی اینها را هیچ کس اینچنین معلوم مثل ما معلوم نکرده بود و چهره اینها را ما معلوم کردیم که اینها جوانهای تاجیک را، ملت فارس را به هر جای خواهند میبرند. امروز میگوید که داعش بد است، بعد از یک سال بینی که خودش داعش حق است گفته تمام ملت به داعش برده است. برای چی؟ برای که فقط این مبلغ، شرایط، یک کرسی برای این بس است. یک کرسی بده، کم شیرینی بده. این چرب زبانی فروخته شده کذاب در طول عمرش چندین مراتب خودش را فروخته است. ما از عبدالرحیم ملازاده خبر داریم که این کذاب چقدر ملازاده را فریب کرد و فروخت. از قصه های این با عبدالله حیدری خبر داریم، از قصه های این با داعشی ها خبر داریم، از قصه های این فتوا به ملت تاجیک دادنش که ای جوانهای تاجیک انمین داعشی ها اهل سنت روید گفتگی انمین بود. ویدیوهاش برادرهای عزیزم اگر ببینید پیدا کردید گذارید اینجا، خواهش میکنم در همین نواری که هست اگر نوار کسی بکند گذارد فتوای محمد انصاری رو در ویدیو که میگه داعشی ها اهل سنت هستند، حق هستند، میگه بگذارید ویدیوشه و بعد از این به ما نظر بکنید کی کسی رو به سوی جماعت دعوت کردیم، کی کسی رو به غیر قرآن و سنت به فهم سنت، به فهم غیر فهم سلف دعوت کردیم. ما همیشه گفتیم قرآن سنت با فهم سلف این امت دیگر هیچ سخنی نکردیم، نه به یگان حکومت دعوت کردیم، نه به یگان شورش دعوت کردیم، نه به یگان حزب دعوت کردیم، نه به یگان جماعت، نه از این
داعشیه که تو میگویی دعوت کرده باشیم، نه از این خطهش که هست دعوت کرد. به هیچ کسی دعوت نکردیم. ما فقط گفتیم قرآن سنت فهم سلف این امت. به علمای عصر حاضر که هستن گرفتیم، علمای نجد رو گرفتیم. و این چرب زبان بی ادب فقط ما را طعنه میزند، در حالتی که خودش آیا میدانید ای مردم، آیا میدانید که در سالهای 2013 و 14 و 15 هزارها تاجیک چرا رفتند پیوست شدند، نه فقط به داعش بلکه به مثلا انمون جماعت دیگری که اونجا هست نامش هر روز دیگر میکند، به همون جماعت هم، او جماعتی که جبهه النصره در همون وقت بود، هزارها تاجیک چرا رفتند. در اون وقت من در مدینه منوره یک دانش آموز بودم، برای آن که به فتوا و به همون وصال حقی انصاری، چرا انصاری در اون وقت این فتوا رو داد؟ برای آن که انصاری گفت که انصاری ببینید اینها قوت دارند، اینها دارن منتشر میشوند، اگر اینها با قوت شوند من هم برای اینها باید روم. یعنی پیشکی برای کرسی خودش رو آماده کرده موند. عیناً صفت منافقین است و این انسان منافق کذاب است. یکم صفت نفاق این است که ما رو طعنه میزند. صفت دومین نفاقش که واضح است میگوید ما حالا کمی داعشی ها رو طرفداری میکنیم، مردم بگذار روند، اگر داعشی ها قوی شدند ما همراه اونهاییم، اگر شکست خوردند ما همراه اونها نیستیم و اونها را انکار میکنیم. عیناً مثل انمین محمد انصاری دیگر تاجیک های منافقین بودند، به مانند محمد شریف عبدالعلیم برادر این آذری خبیث، عیناً تاجیک، در مصر پول داعشی ها را میگرفت، تقسیم میکرد، مردم میخورند، میپوشانید، از مصر هزارها انسان به طرف داعش و به طرف دیگر جایها منتشر میکرد، از پول داعش به گفتی خودی همین مردم خانه خریده است. اما وقتی که داعشی ها شکست خوردند اونا میبرد میگد که داعشی را انکار کرده. ما انسان های بیچاره، یک انسان هایی که در حالت تعلیم قرار داده رو ما را میگه شما داعشید. یعنی خودی اینها از همون هستند، لیکن به خاطر روی پوش کردن عقیده باطل خودشان ما را متهم میکنند. لیکن این کذابین صادق نیستند. اینها یک مرتبه میبرند داعشی میشوند، داعش شکست خورد، نه انکنون اردوغان شکست خورد، بعد از 5 سال میبینید چی میگوید. بعد از 5 سال میبینید حاضر طالبی است. حاضر این 50 به 50 است. 50% اردوغان است، 50% طالب است. طالب عین وقت در حکومت افغانستان است. طالب رفت این میبرد، طالب هم این کار میکرد. مقصد چیست؟ مقصد این که اینها غیر از به خاطر تجارت دین، غیر از فریب دادن مسلمان ها، غیر از جمع کردن زکات مسلمان های فارس و بخصوص غیر از جمع کردن زکات و صدقات مسلمان های تاجیک، غیر از پول مسلمان های تاجیک خورده بیزنس کردن دین، غیر از کرسی و منصب و لذت و عیش و عشرت و 3-4 زنگی و معیشت دیگر چیز ندارند، غم امت اصلا ندارند. اگر از عقب این خوبسا، این کذابین، این چرب زبانان، این دین فروشان روید، شما در یک سال 2 مرتبه 3 مرتبه باید عقیده خود عوض بکنید. طالبی شدی، طالب رفت اردوغانی میشی، اردوغان مرد سعودی میشی، سعودی رفت داعشی میشی، داعشی رفت خطشه میشی. تو نمیخوای میگردی، برای که تو بیزنسمنی، تو تاجری، تو خبیث، تو دین فروش هستی. دین الله به خاطر زکات مردم فروختی، زکات مردم را جمع کردی، اقل حق خودت رو هم نه، حق ملازاده رو که $200,000 بود او رو هم دزدیدی، تو هم دزد هستی. آخر تو یک فاسق دزدی دین فروش، به تو کی مانده است که تو صحبت بکنی؟ اصلا شهادتی تو قبول نیست، اصلا صحبت کردنی تو در بالای دین حرام است. تو یک جاهل هستی، مدرک علمی تو از کجا است؟ تو یک حزبی سروری هستی و برادرت فاتح اون مدخلی است. این فاتحی که هست عبدالرحمن فاتح، همراهت خودت هر دو با همدیگر میدانی که همدیگر زیدیت داری. او ربیع المدخلی را طرفداری میکند، تو ضد ربیع المدخلی هستی، لیکن هر دو تاجر در بالای دین. اما تو این محمد انصاری خبیث‌تر است از عبدالرحمن فاتح، دیده خبیث‌تر است، زیرا که این تاجر و بیزنسمن دین است. خیلی شدید. انا کنیم به ادب می آید، ما را این آن گفته، دهنش مثل تبسم، مثل شیطان تبسم کنان ما را دارد تحقیر میکند.
ای بی ادب خونه سوخته، بی عقل جاهلی، بی مدرکی مجهول الحالی که سند علمیت معلوم نیست. ما کی بودن ما را الحمدلله اهل سنت و الجماعت تاجیکستان میداند. کی بودن ما را علمای اهل سنت و الجماعت میداند. آخر تو کی بودنی تو را غیر از منافقی تو، غیر از دین فروشی تو، غیر از خیانت دزدی پول دزدی تو، غیر از اول داعش طرفداری کرده جوانهای داعش هزارها به فرستاندن، با چیکار کردی تو بدین؟ غیر از انا همین کارو چیکار کردی؟ رافضه را مسلمان گفتی، باز میگد که ضد رافضه کار میکنه. دین فروشی بی ادب، الله خورت بکنه. بفرما. که در اونجا مطرح شد استفادات من است، در حالی که استفادات من به عنوان یک مسلمان با واضح آشکار بودم، اما بعضی اوقات وقتی یک مسائلی رو مطرح میکنم به دلیل الزام خصم هست که طرف مقابل میاد یک مسئله رو میگه، من بخوام اون رو ملزم بکنم به آنچه که بهش گفته میشه، مجبورم که بر اساس قواعد فکری خودش باش برخورد کنم. این رو متوجه شدم. حالا این کلیپ رو با هم ببینیم که ایشان یکی از سرداران این فکر تکفیری و داعشی بسی از بنافری و مرجعی و نمیدونم سو و درباری و فلان گوش کنید چی گفتیم. این سوادی نشون که در من زندگی میکنه همین بیشتر خاطر شد بعد آنلاین در تاریخش رفتی در من به کسی وقتی سلیت از من این قضاوت میگه والله این اینطوری است، این کافر است، این مسلمان است. که ابو محمد مدنی در اوکراین پاسپورت اوکراینی سری چیش هست، بعد من میگه ابو کافر است، این مسلمان. خودت شوخی جاری است بر سر قابل بیا مسلمان بودن خودت ثابت بکن و بیا دیگران رو تکفیر بکن. سبحان الله، هر ملت یکی علمای همین ملت خودشون اهل سنت میدونن، خودشون سلفی میدونن، یکی مرجع باشند و حزبی و غیر و غیر باشند و ضدیت با اهل سنت میکنن، حزبی باشند، حالا اون مذهبی باشند، یه چیزی که از این اصطلاحاتی که بوده در قاموس این همه رو آورده چسبونده. حالا چی رو میخواد ثابت بکنه؟ این حتما این بود که شمایی که رفتید در غرب نشستید میگی که مثلا طالبان طاغوتن، نمیدونم حکومت ترکیه طاغوت است، حکومت عربستان طاغوت است، حکومت فلان طاغوت است. من این رو تعجب ما در سوال ما این است، کشورهایی که شما در اونجا زندگی میکنید خلافت راشده است، عمر بن عبدالعزیز حکومت میکنه اونجا، خالد بن ولید، علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق، یا مدینه فاضله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سوال ما اینجاست، حالا ببینید همینایی که بقیه رو به خاطر یک حرفی که بر علیشون گفته شده، نه یک حرفی بر علیشون گفته، شما به جای اینکه بحث بکنید، گفتگو علمی داشته باشید، 1000 تا برچسب به من چسباندید و ما رو تکفیر کردید و مخالفیتون به خاطر یک اختلاف فکری که با شما داشت کشتید. مولانا مجیب الرحمن انصاری رو شما کشتید، مبشر موسوی رو شما کشتید، دعوتگران رو شما کشتید به خاطر یک اختلاف فکری که با داشتن. بعد حالا خودش ببینید که چطور با دین بازی میکنن جوانان عزیز، این فریبکارهای دغل‌بازای داعشی تکفیری چطور با احساسات شما بازی میکنن، چطور الان دین رو به نفع خودشون تفسیر میکنن. گوش کنید که چی میگه در مورد اینکه خودش در اوکراین زندگی میکنه و فکرش در هلند زندگی میکنه، دلیلش ببینید. این که با شما داشت کشتید، مولانا مجیب الرحمن انصاری رو شما کشتید، مبشر موسوی رو شما کشتید، دعوتگران رو شما کشتید به خاطر یک اختلاف فکری که باهاتون داشتن. بعد حالا خودش ببینید که چطور با دین بازی میکنن جوانان عزیز، این فریبکارهای دغل‌بازای داعشی تکفیری چطور با احساسات. بعد حالا خودش ببینید که چطور میگه محمد انصاری مبشر مسلمیان را شما کشتید. الا لعنت الله علی الکاذبین. بگو آمین، بگوید آمین که ما طالب علمای اهل سنت اینها رو کشته باشیم. من بار دیگر میگم، من یک طالب علم آزاد اهل سنت و الجماعت هستم. ای چرب زبان کذاب متهم، تو مرا به خاطر چی به داعش همیشه پیوست میکنی؟ خودت میدانی که به خاطر چهره مرا به مردم سیاه کردن. داعشی میگوی تو که مردم از من ترسند و از من دور شوند، پهلوی تو بیایند و زکاتاشون پردازند، تو لذت کنی، زندگی کنی، تو دین فروش. و بعد از این در مسئله پاسپورت خودت ما رو تکفیر کردی که پاسپورت دارد،
و بعد از این آمدی که پاسپورت گرفتن رو خودت جایز گفتی. پس این دلالت میکند که در جایی که برای تو معقول است جایز میگویی و در جای در بحث و مناظره برای غلبه کردن تکفیر میکنی در جایی که تکفیر کردنش درست نیست از نظر خودت. یعنی تو میگویی که اعتقاد تو همچنین است که کسی که پاسپورت گرفت در اروپا و غیره جایز است پاسپورت گرفتن، لیکن وقتی که بحث و مناظره میکنی به خاطر طرف مقابل رو شکست دادن تکفیر میکنی. مگر همین عیناً منهج خوارج نیست برادرز؟ یک، مگر همین عمل عیناً بازی کردن به دین الله نیست برادرز؟ برادرهای اهل سنت، مگر این عقل رو به بالای نقل گرفتن و به دین الله برای منفعت نفس خود استفاده بردن دین نیست؟ عیناً همین است. اما میگوید که ما در یک کلمه با اونها اختلاف نمودیم ما را تکفیر کردند. آیا میدونید که این کلمه که با ما اختلاف کرد چی است؟ مردم بیاید ما واضح صحبت بکنیم. ای ملت مسلمان افغان، ای ملت مسلمانی که در تاجیکستان هستید، ای اهل سنت و جماعت مسلمان هایی که در ایران هستید، ای فارسی زبان مسلمان های ملتی که در اینجا در تمام دنیا هستید، میدونید که یک کلمه که انصاری چرب زبان گفت و ما او را در اون تکفیر کردیم چی است؟ اولا بله ما تکفیرش کردیم و بار دیگر تکفیرش میکنیم. مشرک است، کافر است. برای چی؟ برای آن که این میگوید جهل در شرک اکبر عذر است، تقلید و تعویل اونها عذر است و هر کسی که قبوری هست در این دنیا دعوای اسلامی دارد، یعنی مشرکای منتسب به اسلام، این کسایی که هزارها نفر در مصر، میلیون ها نفر در گرد قبر بدوی و حسین دور و طواف میزنند، نماز میخوانند و دعا میکنند. در افغانستان در مزار شریف، در گرد قبر امام بخاری و غیره در بخارا و اطرافش، در خرطنگ و اطرافش، در تاجیکستان هم و در تمام ملت هایی که امروز وجود دارد و دعوای اسلامی دارند یک مزار یک قبری هست. همه قبر پرستان رو میگه که اینها برادران مسلمان ما هستند. مبشر را هم تکفیر کردیم. میدونید برای چی؟ برای عیناً همین مسئله که گفت هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر میکرد اینها برادران ما هستند. برای چی؟ برای که جاهلا نفهمیدن میکرد. و ما بیان کردیم که هر کسی که دلیل های اهل سنت و جماعت رو میبیند، منهج اهل سنت رو میخواند، قبول نمیکند و منهج جهمیگی رو میگیرد و جهل رو عذر میگوید در شرک و کفر اکبر و این مشرکان رو مسلمان میگوید، این انسان خودش عاذری و مشرک است. اگر جاهل باشد حجت میرسانیم، اما چرب زبان به مانند این انسان هایی که خودش دعوای علمی میکنه اونها را مشرک میگیم. اما این شرک و این تکفیر در تکفیر حکمی نیست، تکفیر اسمی هست. فرقش بروید. تکفیر حکمی که به خون و به جهنمی گفتن او ربط دارد برای مشرکای جاهل این دیگر چیز است. ما همیشه بیان کردیم. بله این مسئله به اصل دین تعلق دارد. کسی که شرک اکبر میکند مسلمان گفته میشد یا که مشرک گفته میشد. این به اصل دین ربط دارد. اگر این مسلمان است پس جمع شدن شرک اکبر و کفر اکبر رو در بین اسلام و ایمان جایز گفتی. یعنی شرک و توحید در یک جا جمع شدنش ممکن است، ایمان و اسلام در یک جا جمع شدنش ممکن است گفتی. حالا که سلف این امت اجماع کردن که لا يجتمع التوحید و الشرك، لا يجتمع الاسلام والكفر، جمع نمیشود. التوحید و الشرك نقیضان لا يجتمعان. این اجماع امت است، این دلالت قرآن و سنت است به اجماع امت. تو آمدی دلالت قرآن و سنت انکار کردی. همه آیت هایی که ایمان و کفر را در یک جا جمع شدنش را انکار میکند، توحید و شرک را در یک جا جمع شدنش را انکار میکند، اجماع سلف که این قاعده را در اساس این برآوردن انکار کردی. همه مشرکا را مسلمان گفتی، به همه قبر پرستا را برادر میگویی.
و کسایی که جهل عذر نیست میگن اینها را خوارج گفتی و یک بار داعشی میگویی و هر کسی که جهل عذر نیست گفت این داعشی شد. مگر این متهم برای غلبه کردن در بحث فقط داعشی قسم به الله اگر تو متهم نباشی بیا مثل مردک به عدل به ما بحث مناظره بکن در همین مسئله که تو را تکفیر کردیم ما به تو حجت بیان میکنیم. ما به خوارج ها داریم بحث میکنیم و حجت بیان میکنیم اقرارشون میکنیم با عدل به تو هم با عدل بیان میکنیم. بیا اینجا صفحه ما هر روز گران است و در حالت مباشر داریم صحبت میکنیم. بیا آرامانه 5 دقیقه تو صحبت کن 5 دقیقه من و به تو اثبات بکنم که جهل و تقلید و تعویل در شرک و کفر اکبر عذر نیست و تو مشرک هستی. و این مسئله هیچ ربط به داعشی بودن و نبودن دخل ندارد. این مسئله در زمان سلف صالح در قرآن نازل شد، در سنت هست، در زمان سلف صالح اجماع شد. پیش از 1400 سالی داعشی این مسئله وجود داشت. اوی به عقل و به خرد متهم این یک کلمه خیلی کلمه است که اصل دینت میبرد. مگر اون حدیثی رفتن این الرجل لا يتكلم بكلمه لا يبالي بها، یک انسان یک سخن میگه که پروا ندارد و به همین یک کلمهش از جنت دور کرده و به جهنم درونی چقوری هایش انداخته میشد. مگر فراموش کردی یا به این حدیث پیامبر کافر شدی؟ از الله بترس. هداک الله. بگذارید تکفیری چطور با احساسات شما بازی میکنن و چطور الان دین رو به نفع خودشون تفسیر میکنن. گوش کنید چی میگه در مورد اینکه خودش در اوکراین زندگی میکنه و اون رفیقش در هلند زندگی میکنه. دلیلش رو بگید. راست يعني صوتي حرف مشترك محمد عبد الله مشترك يعني من بلد وعلى الاستشمار معناه نيتي حركه تكفير الاسبوع المتشابهين يدخل خوارج. چند سال قبل گفت عبدالرحمن فاطمی مشرک است، محمد انصاری مشرک است. بعد از اون میگه که اگر کسی اعتقاد داشته باشه که مثلا کسی که در دارالکفر زندگی میکنه کافر است، این اعتقاد خوارج است. کی گفته این رو؟ ما بارها نظر ما رو واضح و صریح در مورد این کسانی که در کشورهای کفری زندگی میکنن گفتیم و هیچ کس هم در این مورد تکفیر نکردیم. نگفتیم کسی که در دارالکفر زندگی میکنه کافر است، بلکه شروط زندگی رو در اونجا گفتیم، حرف علما رو گفتیم، یعنی انسان چه موضوعاتی رو باید در نظر بگیره گفتیم، نصیحت کردیم، حرفمون رو صریح و آشکار زدیم، مثل شما بازی نکردیم. بعد اونجا میگه که من مشرکم، فاطمی هم مشرک است و بعد از اون خود میگه که کی گفته که مثلا اعتقاد بر این که کسی که در اونجا در دارالکفر زندگی میکنه اعتقاد خوارج. من همین حرف رو زدم. من بر اساس منطق بی منطق شما میگم شمایی که ماها رو تکفیر میکنید، طالبان رو تکفیر میکنید، سعودی رو تکفیر میکنید، ترکیه رو تکفیر میکنید، شما که مثلا اعتقاد بر این که کسی که در اونجا در فاضله رسول الله اعتقاد خوارج. من همین حرف رو زدم. بله اینجا توقف بکنید. ببینید ما چرا گفتیم که عبدالرحمن فاتح مشرک است، محمد انصاری مشرک است؟ بار دیگر میگم به خاطر العذر بالجهل در اساس اجماع سلف صالح، در اساس اجماع سلف صالح، در اساس سخنهای همه علما ما گفتیم و بعد از این سخن ما رو ما پیشتر هم میگفتیم. هر وقتی که به ما همون زمانی که اثبات شد که شما عذر بالجهل دادید و ما نصیحت انکار کردیم که ضد اهل سنت سخن کردن سر کردید، ما همونجا گفتیم که شما مشرک هستید، عذر المشرک هستید. شما مشرکین رو برادر میگید، اهل سنت خوارج میگید. بله شما کافرید. از سخنهای نجد، علمای نجد، از سخنهای شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم الجوزی، از سخنهای علمای متقدمین و از سخنهای سلف صالح و از صحابه و از قرآن و سنت اجماع میکنیم، ثابت میکنیم. یک مسئله. اما مسئله خوارج بودن شما، بله شما اهل بدعت یک وقت به خاطر منفعت و نفس خود مدخلی میشوین، یک وقت حزبی میشوین، یک وقت آل سعود میشوین، یک وقت آل اردوغان میشوین، یک وقت آل طالبان میشوین، یک وقت آل انا همون کلمه داعشی را میگیری آل داعش هم بودی تو خودت، و یک وقت دیگر خوارج هم میشه. ببینید من و شیخ ابو عمر صلاح الدین را گفت که یکیش پاسپورت اوکراینی دارد،
یکیش پاسپورت هلندی دارد، اول هر دو تو مسلمان بودنت اثبات بکن میگه. یعنی این چی است؟ ما هر انسان رو به ظاهری سخنش میفهمیم. یعنی اینکه مسلمانی ما در نزد اینها اثبات نیست. یعنی ما مسلمان نیستیم در نزد اینها. تکفیر در کدام اساس است؟ ما را در کدام اساس تکفیر کرد؟ در اساس پاسپورت، در اساس همون جواز پاسپورت. و این حکمش هم حکمی گمانی است، نه یقینی. از کجا میداند که من آیا همین پاسپورت انیق دارم؟ بله، اگر انیق دارم یا ندارم، از کجا میداند؟ و بعد از این اگر داشته باشم من چگونه گرفتم؟ بیخبر است. ابو عمر حاضر دارد همین پاسپورت یا ندارد؟ اگر گرفته باشه چگونه گرفت؟ حکم را در اساس گمان گذاشت و این منهج خوارج است. امروز شما برادرهای عزیز دیده ایستادید ما چگونه مبارزه به خوارج میبریم، چگونه به محمد کردی بحث و مناظره کردیم، چگونه خوارج های افغانی که دارن منتشر میشود رد کردیم، تکفیر بالعموم اینو رد کردیم. دلیل هاشون میبینیم که دلیل های اینها فقط به گمان است. دلیل انصاری هم مثل خوارج، منهج خوارج، دلیل به گمان است. یک، برای این خوارج است تکفیر میکند در اساس گمان. یک. دوما تکفیر میکند به خاطر مصلحه نفسی خودش، برای خودش عین زمان ضرور است که باید کسی را تکفیر کند، به خاطر شکست دادن مقابل، به خاطر یک طرف مقابل را رد کردن باید تکفیر کند. بله، اگرچه الله و رسول تکفیر نکرده باشد محمد انصاری بدون حجت تکفیر میکرد. عیناً منهج خوارج است. برای همین ما شما را گفتیم که شما جهمی هستید از نظر طاغوت پرستی و از نظر مشرک مسلمان گفتن جهمی مشرک هستید و از نظر مسلمان های اهل سنت رو، اهل توحید رو تکفیر کردنتون به کنایه ها و به گمان هایتون شما خوارج هستید. خیلی که شیخ الاسلام سلیمان العلوان بیان کردن، گفتن که اینها هم جهمی میشن، این خیلی انسان هم از یک جانب دیگر خوارج میشن. دو تا چیزی نقیض جمع کردین. هداکم الله. و اگر هدایت شما دیده و دانسته این کار میکرده باشن، اخزاکم الله، که شما تهمت بستگان هستید. شب روز تهمت میبندید، کذابین چرب زبان هستید. بفرمایید. منطق شمایی که ماها را تکفیر میکنید، طالبا را تکفیر میکنید، سعودی را تکفیر میکنید، ترکیه را تکفیر میکنید، شماها در اونجا نشستید. چی است؟ مدینه فاضله رسول الله هست، خلافت عمر ابن عبدالعزیز هست. چی است اونجا؟ و این که شما خون برادر مسلمانتان را به خاطر گناهی، به خاطر یک اختلاف فکری مباح میکنید، میریزید و بعد از به شهادت رساندنش بهبه و کهشه و خوشحالی میکنید. دارد اینجا این صفت دارد اینجا الا لعنت الله علی الکافرین، علی الکافرین، لعنت الله بر کافران باشد. الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله بر دروغگویان باشد. بگو آمین. که ما خون مسلمان را حلال کرده باشیم. ما همون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحیح ثابت است در روایت مسلم و غیره که میگوید المسلم للمسلم، مسلمان برای مسلمان چی است؟ برادر است. و حرام است، حرام دمه و عرضه و ماله، خونش، مالش و آبرویش رو همیشه در زندگیمون تطبیق کردیم. ما ریزانیدن آبروی مسلمان را حرام میدانیم، تحقیر کردن مسلمان را حرام میدانیم. کجا رسد خونش؟ ریزانیدن خون مسلمان را حرام میگوییم. ما میگوییم که هر کسی که شرک را در اساس جهل انجام داد خون او را ریزانیدن حرام است. ای جاهل انصاری، ای محمد انصاری جاهل متهم، این تهمت در اساس وسوسه شیطان و در اساس جهل است. ای کاش کتاب میخوندی، ای کاش همین بجای مشهور شوی را نقد دیدن کتاب یک کمی مطالعه میکردی. لیکن افسوس که شیطان تو رو دور میزناند. همه این مسلمان هایی که ما را گوش میکنن شاهدی میدین برادران خواهران که ما حتی مشرکی که شرک رو انجام داده است در اساس جهل، تقلید، تعویل، ما میگیم که خون این چنین مشرک ها ریزانیدنش درست نیست.
و این در دست قاضی است و بعد از قیام حجت است. داری از کجا صحبت میکنی؟ چرا دروغ میگویی؟ چرا از الله نمیترسی؟ چرا تو ایمان بر روز قیامت مگر نداری که از رو برو شدن من و تو در نزد الله رب العزت و الجلال که حتما تو را از این صحبت ها میپرسد، چرا نمیترسی؟ از الله بترس. حالا در نزد من 200 نفر انسان هستند، در همین عین حال دارن میشنوند. قسم به الله اگر دروغ بگویم 200 نفر دارن میشنوند. منهج ما واضح هست. ما میگوییم هر کسی که نماز میخواند لا اله الا الله محمد رسول الله را شهادت داد، نماز میخواند، این مسلمان است. اما هر کسی که کفر اکبر و شرک اکبر را کرد انا این مشرک است. اگر شرکش در اساس جهل و تقلید و تعویل باشد، البته این امر خونش، امر مالش، امر آبرویش در نزد قاضی است. من فقط مأمور هستم که بگم که مسلمان نیست، تمام است. و مرا به جماعت بار دیگر میگم نبر. و اناکنون آورده فقط طالبان را شما حکم کردید. تا دیروز نصیحت به طالبان، جواب به طالبان میگفت، لیکن وقتی که طالبان حکومت را گرفت اناکنون به همین نمود و رفتارها به طالبان دارد خود را نزدیک میکند. ای وای بر حال تو که خایمالی یک دستاویزی، یک آبدستی پسترین چیزی حکومتی همیش. یک بار در سعودی خیلی اونها را توصیف کردی که راندنت، بعد از این اونها را میگوی اینها اینند و آنند. اردوغان توصیف کردی که ترسیده ماندی، تجربه گرفتی از سعودی که باید یک پشتیبان دیگری رو هم باید آماده کرده ایستی. طالبان رو داری آماده میکنی، طالبان رو این گفته، طالبان رو آن گفته. ببین من طالبان رو در اساس یک جماعت چیزی نگفتم، همچنین یک جماعت طالبان به خاطر طالبان بودنش من چیزی نگفتم. من در اساس عقیده صوفیگی که بعضی از اونها یا بسیاری از اونها عقیده صوفیگی دارد، الله در بالا بودنش مجسمه میگوید. احمد ابن حنبل و پیروان او را مجسمه کافر میگوید. هر کسی که کلام الله، قرآن کلام الله بگوید به حرفش و به معنایش، همین طالبانی که تو میگوی این صوفی ها میگد که این مجسمه هست، میگد این کافر است، میگد. همون طالبانی که تو شب روز طرفداری میکنی نامش من به خاطری میگیرم که این قسمش برآمد دعوا میکرد که هر کسی که الله در بالای آسمان گوید، بزرگانش گفتن که این مجسمه هست، مجسمه میگن. انا همونها توحید و الوهیت و به مانند خودت عیناً مثل خودت انمون تالیک ها گفتن که هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر کند این هیچ مشکلی ندارد. حتی سخت‌تر از تو شد، این تالیک ها سخت‌تر از تو شد استغاثه کردن به قبرهای جایز میداند. عقیده سلف صالح، عقیده وهابی میگوید و منتشر شدنش منع میکند و ابو عبیدالله رحمه الله را برده قتل کردنش، سوزانیدنش همیش معروف است. آخر تو که کور نیستی ای تاجیر هم باید کمی تاجیر یعنی عقل داشته باشد. بله تو به عقلی، لیکن کمی مغزت رو بکشو ای تاجیر دین، ای فروشنده دین، از الله بترس ای تاجیر. سلف صالح سخنشون بیار که کسی که الله در بالا بودنش انکار کند و هر کسی الله در بالا بگوید اونه مجسمه بگوید، مگر جهم ابن صفوان نبود؟ معطله ها حکمشون چی است؟ لیکن افسوس که تو نه معطله را دانی، نه مذهب سلف در بالای توحید اسما و صفات دانی، نه توحید متابعت دانی. آخر توی جهمی از جانب، خوارج از جانب و در عموم جیب باز، کیسه باز، یک قطاع طریق دزده که تو یک دزدستی آمدی امروز چرب زبانی میکنی. تو دو چیز داری، من به دو چیزی تو قائلم. در حقیقت دو چیزی تو به همه ما تاجیکا قائلیم. یک عینکی که نظاره که در چشمت داری خیلی زیبا است، در انتخاب عینکت قشنگ است، خنده بزن، گفتی تاجیکا. و یک لبت رو کمی خیلی باز میکنی مثل اکتورهای بالیوود، اینت هم مثل هندی ها، اکتورهای هندی. خیلی که حاجی میرزای تاجیک میگد کینوهای هندی را بسیار بینه، شاید دیدی که لب باز کنی هم خوب است، دیگر هیچ چیزی نداری. صحبتت شرمندگی برای خودت است، حجتت شرمندگی است، دیگر هیچ چیزی نیست.
و این چنین سوم چیزت هم شاید بگم که خوب است، همون مدل هایی که خانه هایی که انتخاب میکنی به پشتت پروگرام هایی که خانه ساز است پشتات به کتاب ها بعضی از مدل ها اینم خوب است، دیگر این چیزی نداری. باقی مونده صحبت های چرت و پرت است. تو از همین رافضه های برادرت فقط چرت و پرت و تهمت آموختی. کذاب. رافضه ها صحابه را طعنه زدن را تو گرفتی طعنه رو به ما میزنی. خراب بکند الله. اکنون آمدی از پشت طالبان به ما دفاع میکنی. من طالبان را به خاطر عقیده صوفیگی رد زدم، نه به خاطر دفاع کسی. به خاطر عقیده ماتوریدی و به عقیده جهمیش رد زدم. و قسم به الله این طعنه به ما هست، طعنه به ما هست که ما خون مسلمان را ریزانده باشیم. الله لعنت بکند کسی را که خون مسلمان را میریزاند و الله لعنت بکند کسی را که به ما تهمت میکند. فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. صبر میکنیم. این خصومت بین من و تو ای تاجر دین در نزد الله رب العالمین حل و فصل مییابد. اللهم انی مظلوم فانتصر، اللهم انی مظلوم فانتصر، اللهم انی مظلوم فانتصر. ای الله من مظلوم هستم نصرتم بده. این خبثای تجار دین، این زکات خوران، این قطاع طریق، این بیزنسمن ها شب و روز به ما طعنه میزنند به خاطر کلمه حق، به خاطر لا اله الا الله، به خاطر اینکه من به حزب اونها نرفتم، به جماعت اونها نرفتم، سخن اونها را نگفتم. انا همین است. و یک نکته دیگر را میگویم اگرچه سخنم طولانی باشد. برادران عزیز، مسلمانان ملت فارس، این تاجران دین، محمد انصاری مشرک، عبدالرحمن فاتح مشرک، اینها رویهشون، روش بحث، روش مناظرهشون پستر از خوارج است. محمد کردی را دیدید، آمد مردک بر این در عقیده خوارجیش ایستاد. وقتی که ما به او اثبات کردیم توبه ابو حنیفه را قبول کرد، اما اینها به ما آمده صحبت هم نمیکنند، اثبات کنیم قبول هم نمیکنند و رویششون عیناً مثل رویش طاغوت‌های انمین عالم است. مثلا مثل انمین امام علی شریپوویچی تاجیکستان است. امام علی شریپوویچی تاجیکستان میگوید به مردم مسلمان تاجیک در تاجیکستان یا به من هستید یا من پیشوا میگوید یا امام میگوید یا شما جایتون ترمه است یا ترمه میشین. یعنی یا من شما را تهمت میکنم تمام 20 سال ترمه. چقدر تهمت؟ یا داعشی میگد یا تولیک میگد یا سلفی میگد ترمه میکرد، یا شما باید پیشوا گفتن در کار است یا باید قبول کردن در کار است. آیا همین منهج علمی است؟ نه، منهجی که است منهج شیطان است. محمد انصاری منهجش مثل امام التر، مثل شیطان تاجیک است، مثل همین طاغوت تاجیک کار میکنه. شرم باد به تو تاجر دین قطاع طریق، شرم باد به تو که منهجت منهج علمی نباشد. پیشوای تو مگر رسول الله نیستن که صادقانه باید مردانه تهمت نکرده صحبت بکنی؟ منهج امام علی شریپوویچ گرفتی، کافر مشرک تاجیک گرفتی که یا تو ما را در حق ما گپ نزن، یا ما را نقض گو، یا به ما باش، یا که تو را ما داعشی میگیم میکشیم. برادران عزیزم، ای مسلمان های تاجیک، چرا آذری ها ما را فقط داعشی میگن؟ فقط حجت دارن؟ نه، برعکس ما حجت داریم. ای برادرها، چقدر خوب میشد که همین نواری همین خبیث صحبتش درباره داعشی ها را میموندید. چقدر خوب میشد. اینها خودشون دعوت کردن، تاجرها بعد بیزنس بود به دیگر طرف گردانیدن. برادرهای عزیزم، به خاطر اینکه اینها میخواهند که به همین واسطه دو فایده به دست دارند. فایده اول، ما را ترسانند و ما سکوت کنیم و صحبت نکنیم. اینها چیزی خواهند بگویند، زکات همه مردم کیسه بزنند و کیف صفا کنند و دین بازی کنند. البته ما الحمدلله به زکات جمع کردنش پروا نداریم، لیکن به خاطر این میگیم که این به خاطر همین دارد به ما ضدیت میکرد. به نظرم ما به زکات تو پروا نداریم، ما تا به زکات هم جمع نکردیم، ما احتیاج هم نداریم، ما همین زندگی هم به کار کرده داریم، زندگی میکنیم الحمدلله رب العالمین. لیکن این قطاع تاجر دین، فایده دوم محمد انصاری و امثالش که ما را طعنه میزنند به خاطر اینکه اینها ما را دارند میفروشند به همین دولت‌های کفار. اگر برادرهای ما در روسیه باشند، در تاجیکستان باشند یا در دیگر منطقه ها باشند، اروپا باشند یا دیگر جا باشند، اینها وقتی که این داعشی میگد
میرند، همون انسان میگیرند، میبرند، در اساس تهمت این زندگی او را ویران میکنند، ترمه میکنند، فرزنداش یتیم میکنند. و این خبیث محمد انصاری همینه میداند که همین چیز به سر ما می آید. به خاطر همین گشته و برگشته گفتن میگیرد و این خبیث میداند که ما از داعشی نیستیم، لیکن الله لعنتش کنه باز میگوید داعشی. به خاطر اینکه این خبیث میخواهد که ما را نابود کند، ترمه کند، فرزندان ما را یتیم کند و این خلاص شود. به خاطر همین ما را نابود کردن. لیکن این ایمان به الله نآورد. ایمان به الله نآورد که دفاع کننده ما الله هست. این تهمت های تو در هر کجا نمیگذرد. انسان های هست که به تهمت تو باور نمی کند. ای کذاب خانه سوخته، ای داعشی حقیقیه که تو در وقتش داعشی بودی، باز به همونو هم خیانت کردی. الله خورت کند. این طعنه تو در هر کجا نمیگذرد. بله بگذاریم. ادامه رو گوش ها هستند که میگویند که دارالکفر همه کفر است. مسلمان‌هایی که به نام مسلمان هست میگن اونجا است، همه کفر است. اینها میگن حادث اونجا است. این رو میگن تکفیر بالعموم، تکفیر به عموم. همیشه اعتقاد رو ما نداریم. اسلامی زندگی میکنند همه رو شما ببینید. شما کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنند همه رو کافر میدانید. طالبان کافر است. نمیدید کسانی که با طالبان کار میکنن کافرن. مولانا مجیب الرحمن چرا کشتید شما داعشی؟ به خاطر اینکه گفته بود که هر کس که بر علیه این حکومت بغاوت بکند، جنگ بکند، باقی است باید کشته شود، باید با جنگ صورت بگیرد. تکفیر نکرده بود کسی رو بدون دلیل، بدون مدرک. اهل سنت اهل تکفیر نیستن. شما داعشی های خوارج شما هستید که مردم رو بدون هر لحظات پیش خودت همینجا از زبان خودت همه بیننام شنیدن. انصاری مشرک است، فاطمی مشرک است. یا آیا این منطقی این مردم است؟ بلکه در دور الکفر مسلمان بدن ممکن است و این روز میبینیم که هست. چند مسلمان ها در دور الکفر در زمان پیامبر صلی الله علیه و زندگی کردند. وقتی پیامبر مسلمان بدن ممکن است و این روز میبینیم. انصاری که ما اینجا گفتیم خودت هستی، محمد انصاری تو هستی. انصاری گفته به مجیب الرحمن انصاری نرا، ما تو رو گفتیم. محمد انصاری تو، ما تو رو انصاری گفتم. محمد انصاری تو مشرک هستی. خیلی که در اول صحبت هم گفتم، چند بار تو گفتم. عبدالرحمن فاطمی مشرک است، باز میگم. بله شما خبثا عذر المشرک هستید. مشرک مسلمان میگید و مسلمان موحد تکفیر میکنید و خوارج و کفر میگید. یک. و بعد از این بله عقیده خوارجی شما دارید. بار دیگر تکرار میکنم، شما هر کسی که به تبعتون معقول نیست از اهل سنت رو، وقتی که جوانهای اهل سنت، طالب علمان اهل سنت به شما رد میزنن، میگن که حزبی نشو، به حزبی ها یک جا شده، به اهل سنت ضربه نزن، مشرک مسلمان نگو، رافضی مسلمان نگو، تو میبرای میگوی تو در دولت کافر هستی، تو پاسپورت کافر گرفتی، تو کافر هستی میگی. چخیلی که تو همین عقیده رو به ما گفتی، به من و به ابو عمر حفظه الله گفتی که شما پاسپورت دارید، اول اسلامتون رو اثبات کنید، یعنی اول شهادت گشته بگوین. و همین صحبتش تو خودت دلالت به چی میکند؟ دلالت میکند که تو مسلمان هایی که از اهل سنت و جماعت هستند و از سبب ضرورت در دارالکفر زندگی میکنند تکفیر میکنی. لیکن تو خبیث مثل رافضه ها تقیه را یاد گرفتی، تو تقیه میکنی. در جایی که به خودت در کار است ما را تکفیر کردی، گفتی اسلامتون اثبات کنید اول، ولی شما مسلمان نیستید. مفهوم المخالفه. اناکنون اومده میگه که ما همچون چیزی را نگفتیم. عیناً رافضه ها مادرمون عایشه را فاحشه میگن و بعد از این میگن که نه ما نگفتیم. الله لعنت کنه تاجر دین آخر تو کذابیرت، این بیزنست، این تجارتت در بالای رافضه کرده میتونی، مسخره بازیت بر رافضه کرده میتونی. ما طالب علمای اهل سنت و الجماعه تو را از هر یک سخنهات میگیریم، ای مشرک، ای خائن، ای تاجر دین. اما در قتل مجیب الرحمن انصاری بار دیگر میگم که تو اگر مشکلی داشته باشی به داعش مشکلیت رو حل کن. من نه نماینده داعش هستم، نه از نام داعش صحبت کردم و نه چیزی از داعش گفتم. هر چیزی که گفتم قرآن، سنت، سلف صالح، علمای نجد و علمای امروزه زنده. یگان مراتبه اونها را نه به کسی
تشویق و ترغیب کردم و به سوی اونها کسی رو دعوت کردم و نه کارگری اونها شدم. تو شدی، لیکن تو شدی. من هم این چیز این کار میکنم. من پاک هستم و جای ترس ندارم در این مسئله. آخر تو اگر به من بحث خواهی به من صحبت کن، به داعش بحث کردن خواهی به داعش صحبت کن. چرا مرا به داعش آمیخته میکنی؟ بار دیگر همون چهره خبیثی شیطانی شیطنت مرا به اونها آمیخته میکند تا که عیب اونها را به گردن من زند. اگر عیب داشته باشند، اگر عیب نداشته باشند از خودش سازد و بالاخره من این طرف اون طرف بزند. اگر امروز داعش نمیبود این من میبرد به القاعده میزد، القاعده نمیبود این برده من به یگان جماعت دیگر میزد. مقصد چی است؟ مقصد این که من باید به یگان جا زند. قسم به الله اینقدر اهل بدعت شکست خوردند از دست ما، از آزاد بودن ما. الله اکبر. قسم به الله همین آزاد ایستادن من برادرای عزیزم، حزبی نشدیم، حکومتی نشدیم، یگان جماعتی جهادی که هست از اون جماعت ها نشدیم، مدخلی نشدیم، اشعری و معترضه نشدیم. اهل سنت و الجماعه یک انسان آزاد ایستادیم. این خوب است و انا همون به حسد میبرد. برای چی؟ برای که انصاری هر یک 4-5 سال یک بار امیرش رو طاغوتش رو دیگر میکند. 4-5 سال در سعودی را اینقدر لافتاف میزد، یک شپاتی زدن برآوردند و بیرون کردند. سعودی را بد کرده است، گشتش اردوغان خوب، اردوغان خوب، اردوغان خوب. اردوغان یک شپاتی میزند حاضر آمادگی طالبان خوب گفته شده است. وقتی که داعشی ها قوتشون وسیع شده رفته ایستاده بود، این میگفت که اینها اگر بناگاه قوی شوند من باید همراه اینا باشم. اینا خوب شکست خوردن همراه اینا. این خوبسای منافقین منهج ندارند. منهج اینها مثل منافقین، هر کسی که غلبه کرد، قوه پیدا کرد و حق است باطل است فرق ندارد. هر کسی که به ما جا داد میگه پول داد، ما همراه اون میگه. اگرچه اونها لیواتگی را حلال گویدن میگن نه مسلمان است، هیچ گپ نه. میگن لیواتگی هیچ گپ نیست. در نزد اینها لیواتگی هیچ گپ نیست. من اردوغان لیواتگی را جایز میگه. برادرهایی که انا همین یوتیوب یا که همین مسئله را میگذارید، همین سخن اردوغان آورده مونید، لیواتگی میگه جایز است، هیچ مشکلی با لیواتگی نداره. میگه مرد با مرد و ما میگه اینها به خانه هاشو پوشیده میتیم. میگه تمامی سلف صالح اجماع میکنن که هر کسی که همین عمل جایز گفت مشرک است. انصاری میگه که هیچ بوکی ندارد، هیچ بوکی ندارد. انصاری میگه چی به او انصاری ملت مسلمان تاجیک، انصاری به دین تو چی پروا دارد؟ به زندگی تو چی پروا دارد؟ به تو جنت رفتن چی پروا دارد؟ جهنمی شدن تو چی پروا دارد؟ این انصاری به طالبان چی پروا دارد؟ طالبان چی که شود برای پروا ندارد. این فقط استفاده میبرد نام شما، نام طالبان و غیره رو. انصاری و اینا به چی پروا دارد؟ این مجیب الرحمن انصاری این بیزنس است. این عین وقت در ترکیه برایش خوب است، لیواتگی حلال گوید هم میگه که هیچ گپی نیست. لیواتر او حلال گفت اون مردک. آخر همین امیر تو لیواتگی میگه که جایز است. میگه هیچ ضدیتی نداره. میگه مگر قرآن ما لیواتگی را جایز گفت؟ برای فتوات اخیر، برای فتواتی که لیواتگی کردن جایز است، یا که کسی که لیواتگی را حلال میگه او را کافر نمیگویم، بگو خبیث. نه اگر تو بگویی که نه هر کسی لیواتگی را جایز گوید کافر میشده باشد، ما همین سخن گفتیم. این سخن ما در اساس مذهب ابو حنیفه رحمه الله، مذهب احمد، مالک، شافعی رحمه الله در اساس قرآن سنت است. آخر ما ابو حنیفه را در اساس اسلامش تکفیر نکردیم که در اساس حکم کردن به حکم غیر الله، حلال کردن حرام های الله. یکی از اونها لیواته. و ببین این لیواته را به زبان روسی و تاجیکا گلوبای میدونن، بسیاری ها نمیفهمند. آخر تو همون گلوبای حلال گفته را دفاع کرده ایستاده. ما باید به خاطر چی آخر گفتیم که اون از اسلام برآمد؟ آخر از هوا نگفتیم. او تاجر دین، از الله بترس. بعد از این میگه شما اینو کشتین، آنو کشتین. قسم به الله کشنده مسلمان ها تو خبیث هستی. تو مسلمان ها را به جهنم داری دعوت میکنی. تا همین روز
از فتوا هم یگان کس به قتلش فتوا ندادیم و از دستم هم از این چیزها پاک است و الله به این شاهد است. ای الله تو خودت شاهد باش. همه مسلمان هایی که اینجا هستند، دوستای نزدیکی که قدیما زندگی کردند و تا امروز همراه من هستند، من میشناسند، این تهمت کننده که امروز ما را تهمت کرد به این تهمت هایش، الله خار و ذلیلش بکن. الله بین من و بین این طعنه کنندگان حکمت را خودت ظاهر کن. الله عجایب قدرتت را در بین من و این خبثا نشان بده. ای الله در بالای این طعنه کننده ها عجایب قدرتت را نشان بده که به خاطر کیسه خود، به خاطر جیب خود، به خاطر شکم خود میلیون ها مسلمان ملت تاجیک را دارند در تجارت قربان میکنند. مسلمان های تاجیک چقدر قربان کردند، چقدر به خاطر جیب خود قربان کردند، چقدر افغان ها را سرسان و سرگردان کردند، چقدر مسلمان های اهل سنت در ایران سرسان و سرگردان کردند. رافضه را برادر گفته. این تاجرها در غم دین نیستند، در غم کیسه خود هستند. الله خورتان کند تهمتگران. لیکن اثبات شد که شما از جانب خوارج هستید و تکفیر بالعموم میکنید. هر کسی که به شما نفرید تکفیر میکنید. بسم الله. که هست چقدر زندگی کردن. وقتی که در مدینه بودن، در مکه بعضی از مسلمان‌ها زندگی نکردن. تا زمانی که به جنگ همراه مسلمان‌ها، دید مسلمان‌ها به جنگ همراه مشرکین آمد، زندگی کردن در حالت زندگیشون مسلمان بود. برای همین تا زمانی که یک انسان مسلمان کفرش شرک اکبر نکند، او کفر مسلم نمیشود. مرد هستید بکنید چه شرک؟ جواب واضح هست. تو عاذر المشرکی، عاذر المشرکی، عاذر المشرکی. ای جاهل، در بالای گردن مغز است یا یک چوینیک؟ در بالای گردن مغز است یا یک دیگ خالی؟ ای کله تربوز میگن تاجیکا تو را. کله تربوز همون کسی که 10 بار گویم نمیفهمد، کله تربوز میگن. لیکن ما عباره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگیم که ای خرکله که از خری همسایت هم گمراه هستی. آخر ما تو با کایها باز میگویم، 2-3 سال باز میگیم که تو مشرک مسلمان میگویی، اهل سنت خوارج میگویی. همین مشرک مسلمان گفتن یک طالب علم به یک دعوتگر به همین کفر اکبر است، تو کافر هستی و دلیل دارم از قرآن و سنت. لیکن تو از من گریخته گشتی. 2 سال باز فقط چرب زبانی ما ادریس های اینها را میدانیم، خانه و رقم های درهایشان را میدانیم و ما اگر خوب شد رقم هایشان را به شما ای طاغوتا میدیم. همین است مگر کاری تو. آخر بیا اینجا، بیا بحث کن، ای بحث کن. اگر باور کن انشاء الله هدایت میوبی. هدایت نیوبی لااقل 1-4-5 روز فکر میکنی و دلیل نداری. گفته استیم مبشر مسلمیان انا همین عقیده را داشت، مشرک مسلمان میگفت و اهل سنت خوارج میگفت و تو هم همین عقیده را داری. پس ما را به خاطر چی اینا ببینید، اینا حتی بیخبر است، اینا از منهج اینقدر دور است که اینها نمیفهمد که در کجا به کفر واقع شده است. الله المستعان. بسم الله بفرمایید چی میگن؟ وقتی که در مکه اذیت و آزار از جانب مشرکین و قربان رسول الله صحبت شد، پیامبر صحابه را به کجا ارسال کرد؟ به حبش. این احمق بی سواد پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه صحابه رو به حبشه فرستادن به خاطر این بود که هیچ مملکت اسلامی بعد از اینکه به مدینه رفتن چرا اینها رو طلب نکردن؟ چون نجاشی مسلمان شده بود، پادشاه مسلمان بود. کار پیامبر یک برنامه استراتژیک به خاطر اینکه خدای نکرده اگر مدینه سقوط کنه مسلمان ها یک پایگاه دیگری داشته باشند. مگه همون بعد از اون چی شد؟ مگه همون بعد از فتح مکه نگفتن که بعد از این دیگر هجرتی نیست؟ چه تهمت می‌بندید به الله و
رسول به صحابه، به خاطری که ثابت بکنی که خودت در اوکراین پاسپورت اوکراینی داری، برات یعنی ما بگیم که نه تو آدم خوبی هستی. به خاطر ببین دوستان عزیز، اینها امت مسلمان رو تکفیر میکنن، میکشن به خاطر یک گناه یک دقیقه ببینید، به خاطر یک گناه کوچک، به خاطر یک مشکل فکری. دارن توقف کنیم برادر. باز به همون کشتن رفت. ببینید موضوع علمی نیست، با فقط کشتن میره. ببین کاری رسول الله میگه کاری استراتژیک بود. کاری ما هم، کاری امروز مسلمان هم کاری استراتژیک است. تو به من بگو یک حکومت اسلامی را بگو که من به همونجا رفته توانم. تو به من بگو به همه مسلمان ها اعلام بکنه یک منطقه مسلمانی را. امیرالمؤمنین تو اردوغان مسلمان های تاجیک را به یگان عیب، به یگان مشکلی در همون استانبول میگیرد، تاجرها را، مسلمان ها را محکم میکند، به تاجیکستان همچون تروریست ارسال میکند، میگه که ما به همین ها شبهه داریم، اینها تروریست هستند. در تاجیکستان یک تاجری بیچاره جوانی که به ترکیه برای خریدن غذا یا خریدن همون تجارت و مواد ها آمده بود، موادهای تجارتی، در تاجیکستان بعد از این ورقه لیست فرستاده امیرالمومنین تو اردوغان به حبس 20 سال و 10 سال انداخته می شود. سعودی یک دارالاسلام است به گفت تو. بله حکمش حکم الله و رسول، به حکم الله و رسول حکم میکند. امروز در همین عالم بهترین مکان است. بله خیلی حق در اونجا در بالای حکم الله و رسول وجود دارد، اگرچه حکم هایش مشکلی دارد. به خود تو از این باخبر هستی؟ میگوید به مسلمان ها که ما شما رو قبول نمیکنیم. تو برای اینجا اومدن میگه باید پرداخت های زیاده بکنی و هر ماه و هر سال پرداخت بکنی. مسلمان پول مول ندارد، به کجا رود؟ به بنگلادش رود که مسلمان ها از گرسنگی دارن میمیرند. به بیر رود که خودش هم اینجا در حالت مرگ هستند. به مصر رود که تاجیک ها را برده محکم کرده، روس ها را، کوکاز ها را به روسیه و به تاجیکستان دارد. تو چی میگویی ای افسانه باز؟ تو از فقه واقع عالم اسلام خبر نداشته باشی چرا به منبر بر آمدی؟ مگر علما حرام نکردند سخن کردن یک مسئله رو که نمیدانی؟ تو در یک چیز سخن میکنی که تو اهلی همون نیستی. آقای محمد انصاری، تو اهل این موضوع نیستی، تو بیخبر هستی. تو بیخبر هستی چی میگویی؟ در زمان پیامبر میگه دیگر منطقه مسلمان نبود، دولت اسلامی نبود. اگر در زمان پیامبر اگر یک چند دولتی با مسلمانی باشد همیش قبول نکند، مسلمان ها را چی میشد؟ مثلا باز مثل همین روزه میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک در این حجت وقتی که صحابگان را به حبشه اجازه دادن یک چیز را بیان کردن: عندهم ملک لا تظلم، ملک عنده لا تظلم احد. در همون حبشه یک پادشاهی است که در نزد هیچ کس اذیت و آزار داده نمیشد، یعنی عادل است. عدل این معتبر در همه حال است. اگر تو جای عدل رو پیدا کرده نتوانستی، ظلم همه جا رو فرا گرفت و در این حالت رفتی و در بین کفار زندگی کردی و دین خودت رو ظاهر کردی، هیچ مشکلی ندارد. و انا همین سخن پیامبر، فرستادن پیامبر انا همین بود. و امروز هم وقتی که مسلمان ها معوای ندارند، اهل سنت و الجماعت کجا نروند، این تاجرای دین از یک طرف هجوم میکنند، خوارج ها از دیگر طرف هجوم میکنند. به این حکومت ها اگر روید تو باید کارگر این حکومت ها شوی. از نام این حکومت ها منبر برآمده باید حفظه الله رحمه الله بگویی. تو باید حتما اینها را خوب بگویی، دفاع کنی. رفتی حتما کارگر اینها میشوی. تو اگر نخواهی کارگر اینها شدن، تو در کجا زندگی میکنی؟ به محتاب شاید بروی. این دلالت میکند که محمد انصاری که در تاجیکستان اینقدر معروف بود و اینقدر جوانها را به داعش ها فرستاد، هزارها جوان فرستاد، بغیر از داعش هم به دیگرهاش، امروز جوانها را به سوی طالبان دارد دعوت میکند. ملت تاجیک که انکنون داعشی بس، انکنون به واسطه من به طالبان روید میگوید. انمین محمد انصاری دعوت کننده به سوی طالبان، امروز سخنگوی رسمی طالبان، امروز از فقه واقع، از واقعیت امت بیخبر است. برای همین چرت و پرت میگوید.
و در بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میگوید، از سخن خودش سخن میکند. اما سخن خودش رو برای پوشانیدن چیکار میکند؟ یک بار کشتید، رفتید، کردید. اعوذ بالله، اعوذ بالله. پیامبر چرا بعد از مدینه آمدن اونها رو دعوت نکرد برای اینکه مسلمان شده بودند؟ این مسئله هیچ موضوعی ما رو عوض نمی کند. پیامبر چرا به یمن ارسال نکردند؟ چرا به نزد دیگر کافرها ارسال نکردند؟ خاص به حبشه. فقط اعتبار یک چیز است، عدل است. به خاطر عدل. عدل در کجای نباشد؟ خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره عدل خیلی صحبت‌های عجیب کردند. خیر بالاخره بگذارید. اگر جهادی از نافرمانی الله و رسول رو انجام بدن برای خودشون دلیل بیارن. دلیل چی؟ این دلایل لا تشسبک. بابا بی سواد، تو فرق بین این رو که امروز 50 چند کشور اسلامی است که تو اگر مثل بچه آدم بری در اونجا زندگی بکنی کس به تو کاری نداره. تکفیر نکنی کسی کاری نداره در اونجا. چقدر کسایی بودن که حتی در جهاد شرکت کردن و به کشورشون برگردن مثل آدم دارن زندگی میکنن، اما شما به خاطر این فکرتون مردم از شما میترسه، شما منفور هستید در همه جا. و تنها جایی که این فکر گندیده شما در اونجا مکان دارد، جا دارد، این فکر کثیف شما بر علیه اسلام و مسلمانان یک تهمتی محض است. الله المستعان. مسلمان ها مگر شما حالتتون همین خیلی است که در کجای خواهید زندگی میکنید؟ روت یا کذاب. طالب علمای اهل سنت و الجماعت چقدر پریشان هستند برای اینکه مثل تو تاجر دین نیستند. حتی آذری ها را دیدیم که جهل عذر میگوید، لیکن مثل تو تاجر نیست، انا همون هم روز ندارد. در 55 کشور مسلمانی تو گفته روز ندارد. آذری است. آذری میگه که شما را مسلمان میگویم، آخر گفت نه مسلمان میگوید نیست شو میگه از اینجا. چقدر آذری تاجیک روان کردند، به تاجیکستان و در تاجیکستان حبس کردند. از سعودی، از مصر، از پاکستان و از انا همون جایی که تو داری در یک کیف و لذت میشینی با امیرالمؤمنینت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسلمان ها را بد دیدند، راه نمیدهند. تو میگویی عقیده شما بد است، به خاطر همین به شما جا نمیدهند. چرا خوارج ها را جا دادند؟ چرا امروز در ترکیه؟ ببینید یک سوالی خیلی هم نازک است برادرای عزیزم. این سوال از همه شما باید همه شما این سوال از این خوبسا بکنید. چرا امروز در ترکیه خوارج ها زندگی کرده میتواند؟ آزاد خوارج دارد زندگی میکند و عقیده خوارجی را در ترکیه دارد منتشر میکند. در مصر دارد در یک بعضی منطقه‌اش منتشر میکند. حتی در سعودی در بعضی جاهاشو عقیده خوارجی دارد منتشر میشود. چرا خوارج ها به میدان دادند که در این کشورهای اسلامی دعوت کند، قنات داشته باشد؟ آذری ها دعوت کند، قنات داشته باشد؟ اهل سنت نه. اینها مگر از تکفیر میترسیدند؟ اگر از تکفیر ترسند چرا خوارج ها را اجازت دادند؟ آزاد. برای اون که خوارج ها، تکفیری ها برای هر یک این کسایی که در بالای منبر است، ببین در بالاهای کرسی منصبی هست، فایده دارد. کمری مسلمان ها را میشکند، مسلمان ها را به تفریقه میبرد. اینها در همه جای عالم، اینها در کیفیت، در لذت، با خانه و در زیبا دارن زندگی میکرد، امنیتشون هم خوب است. برای چی؟ برای اینکه اینها برای شکستن کمری امت هستند. خوارج ها، آذری ها برای منفعت، برای باقی ماندن کرسی این خوبسا، برای چهره این طاغوت ها را سفید کردن و اینها را مسلمان نشان دادن به مردم، آذری ها هم در این کشورها خوب زندگی میکنند. و این آذری و خوارج برای نابود کردن عقیده سالم و صحیح و درست اهل سنت و الجماعه به همه این کشورها ضرور است. برای همین به اونها اجازت است. خوارج جلد سخت بله زندگی میکنه، شرایطش خوب است. آذری جهمی خبیث زندگی میکنه، برای اینکه این دو طایفه رو طاغوت ها آموختن که اینها از اهل سنت نیست، از دست این دو تاجرهای دین هیچ چیز نمیاد، اینها خائن دین فروش هستند، مبلغ میدی دینش دیگه میکند و اینها برای نابود کردن عقیده صحیح وظیفه خود
و خیلی یک سهم خود میگذارند. اما اهل سنت و الجماعه، طالب علمای اهل سنت و الجماعتی که همه مردم تکفیر نمی کنند، مسلمان های همه جور مسلمان میگویند، کافرش کافر میگویند، اینها برای نیست. برای چی؟ برای که این عقیده سلف صالح است، عقیده قرآن و سنت است و این عقیده خیلی زود منتشر می شود. این عقیده را مردم قبول میکنند و اگر این عقیده زنده شود، نه به آذری آشنون است، نه به خوارج، نه به این طاغوتشون، اینها نابود میشن. اینها همون یک میگیرن به نزد طالبان میگریزن، دیگری لوج نیست. برای همین اهل سنت نه باشد با عادل ترین انسان ها ما طالب علمان اهل سنت هستیم. چرا منهج مرا که تو داری در سخنم شنیدی جواب نمیگویی؟ من به همینجا گفتم در سخنم که ببینید مردم، بار دیگر تکرار میکنم، هر کسی که به ما اسلامش را نشان داد، لا اله الا الله گفت، نماز خواند، ما مسلمان میگیم. هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر کرد، کافر میگیم. همین منهج عمر رضی الله عنه، ابوبکر، عمر و سایر الصحابه به اجماع صحابه بود و همین منهج رو پیامبر تعلیم داده بودند و این منهج از قرآن است و الله فرستاد این منهج رو. ابوبکر صدیق، عمر الفاروق رضی الله عنه گفتند من اظهر لنا الاسلام فهو مسلم. هر کسی که به ما اسلام ظاهر کرد مسلم است. اما نه به این امن و امان میدیم و ما هر کسی که به ما شر نشان داد، بد نشان داد، کفر شرک نشان داد، ما اون به بد معامله میکنیم. و منهج اهل سنت همین است، نحن نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر. ما حکم به ظاهر انسان ها میکنیم، الله از درون اونها با خبر است و این منهج صحابگان و به اجماع است. تو چرا این منهج مرا تصدیق نکردی و انکار هم نکردی؟ این دلالت میکند که توی بیچاره حتی به خاطر تجارتت شده، به خاطر نفست شده، سخن حق را حق گفته نمیتوانی و این باطل بودن شما را نشان میدهد. این باطل بودن شما را، شکست خوردن شما را، حقیر بودن شما را و پست بودن و خائن بودن و تجار و دین بودن شما را نشون میدهد. ما وقتی سخن حق گفتیم میگیم بله، محمد انصاری مشرک در همینجا سخن حق گفت. چخیلی که ابو هریره رضی الله عنه شیطان قاپیدند، شیطان یک سخن حق در باره قرائت آیت الکرسی گفت، پیامبر گفتند که بله راست گفته است، دروغگو. لیکن تو از منهج چقدر دور هستی که مثل شیطان هستی که سخن حق نمیگویی. تو به چی حکم میکنی؟ تو مردم به چی حکم میکنی؟ به ظاهر یا به قلب یا به خاطر حاکم شده؟ ما تو را دیده سادیم که به خاطر اردوغان حکم میکنی. امروز در ترکیه اردوغان چوگت همون، سعودی رفتی آل سعود چوگت همون، افغانستان رفتی طالبان چوگت همون، اروپا آمدی اروپا چوگت همون، تاجیکستان رفتی امام علی شریفویچ است. تو همین هستی، چهره ایت رو هر 3 سال بعد عوض میکنی و یک باره بعد از این خباثت و چرب زبانی بازیش باز به کشتار میرود. ببینید شما میکشید میکنید، جهالت است. اعوذ بالله. بیزاره ما استفاده میکنم، بخاطر اون به پاسپورت هم میدن، در اونجا زندگی میکنیم، چیزی هم به شما نمیدن. گفتگویی که من با یک داعشی هفته گذشته داشتم، دوستان این رو کلیپ درست کرده بودن، من در سوشال میدیا انداختم، همه جا بلاکش کردن. ببینید حتی سوشال میدیا غرب کافر به نفع داعش کار میکنه. شما هر حرفی که بر علیه داعش بزنید، سوشال میدیا میاد حساب شما رو میبنده. چرا؟ چون اونا میخوان که این فکر رواج پیدا بکنه، این فکر یک بار باز بکنید، توقف بکنید. این میگد اینها در اروپا این استنان هستند، اینها انامین حزبی خبیث، انامین یک توجیک هم دارد، محمد اقبال صدرالدین ما را داعشی گفت و به سری ما، به هر یک سری دوست های من، شاگرد های من 200,000 روبل مبلغ گذاشتند حزبی ها. این محمد انصاری باید داند این چیزا را. سال 2022 گفتند که اینها داعشی است. در کجای ببینید، به ما خبر بدهید، به مردم خبر، به همون مقامات های اروپا خبر بدهید، زیرا که اینها خیلی خطرناک هستند. به سری هر یک اینها 200,000 روبل ما میدیم. کی کرد همونه؟ دوست و رفیقی انمی محمد انصاری، اقبالی کبوتربی، انمی کار کرد و
ما وقتی که حزبی ها را انکار کردیم وای ها را ما را فقط انمی خل ای دوش اینم دارد انمی حاضر با میگد که من به داعش رد او بار دیگر میگم داعش که میری قطعی خودش صحبت میکنی من طالب علم آزاد اهل سنت والجماعه تو متهمی باید انا همین سخن مرا از دهان خودم قبول بکنی از گرد اطرافم بوده برادرهایی که 10 سال همراه هستم از روز تولد بعد از 1 سال 2 سال باشد همراه هم هستند مرا میشناسن که من در همین عقیده هستم من طالب علم اهل سنت والجماعت آزاد هستم من نه مذهب پرست هستم نه جماعت پرست هستم نه حزب پرست هستم نه حاکم پرست هستم مثل تو نیستم من تاجر الدین نیستم من خودم عوض کرده نمیستم عقیده من قرآن و سنت با فهم سلفین اومد بحث کردن میخواهی بیا به من در اساس قرآن و سنت در مسئله عذر بالجهل صحبت بکن من راضی هستم بیا اینجا الکی بگذارید در همون قام یک پادشاهی هست که در نزدش هیچ کس ظلم کرده نمیشه خودم که پادشاه نصرانی بود در نزد پادشاه نصرانی مسلمان ها گفتن که پادشاه نصرانی از کفر است یکی عادی است صحابگان رفتن در مرکز رفتن که هیچ کشور اسلامی شهر اسلامی وجود نداشت زندگی کرد پیامبر به مدینه اومد در مدینه چقدر وقت یک مجتمع اسلامی رو بیرون کردن کمک اسلام رو زندگی کردن اما از حبشستان از زمین حبش صحابگان بعد از خیلی وقت اومدن خیلی وقت بعدشون بعد از 5 سال 6 سالی که پیامبر به مدینه اومدن بعد اومدن برای همین این اعتقاد غلو است که به عموم در دارالکفر کسی رو تکفیر بگیره هیچ کس در دارالکفر کسی رو تکفیر نکرده دوستان عزیز اما این کلام برای خودش میخواد یک دلیل درست بکنه که بره در غرب زندگی بکنه و از اونجا مسلمان رو تکفیر کنه نه والله این در حقیقت عقیده این حزبی ها هست حزبی ها به خاطر منفعت خود اینها یک قاعده عجایب دارند میگن که هر مسلمانی که هم فکر ما هست هم اندیشه ما هست ما را بد نمیگوید تجارت ما به ضرر ندارد در کجای زندگی بکنند در بتخانه زندگی بکنند باکی ندارد شرک کفر کنند هم اینها مسلمانند جهل براشون عذر است باکی ندارد اما هر انسانی که طالب علم باشد دعوتگر باشد به تجارت ما دخل کرد کیسه جیب ما به ضرر رسانید و مردم به حقیقت ما را بیان کرد ما اونا کافر میگیم این منهج است ببینید یعنی معنای گپ شمین است که هر مسلمانی که به ما کار ندارد مسلمان است هر مسلمانی که به ما کار دارد این کافر است من و برادرهای من و ابو عمر صلاح الدین حفظه الله و رعاه و برادرهای دیگری که هستند از افغانستان این میگه که شما اول مسلمانیتون رو آزاد بکنید برای چی برای که میگه شما در حق من گاو زدید اینقدر من یک بزرگوارم من اینقدر ماشاءالله تبارک الله هستم که من گاو زدی اول مسلمانیت اثبات کن میگه برای چی تو کافری میگه برای که تو در حق من گاو زدی انا این است منهجی تو بله تو همه را کافر نگفتی تو فقط همون اهل سنتی که تو را خوب نگفتن همونها را کافر گفتی نه گپ است و این منهج تو خبیثتر و خباثتر از منهج خوارج است یعنی تو اگر حالا با خوارجین یک کمی صحبت کنی شاید امام خوارج ها شوی برای اینکه خوارج ها هم کمی میترسن که به خاطر شکم شده تکفیر کنند به خاطر خودشان شده تکفیر کنند خوارج امروزه در اساس شبهات و تعویلات خوارج شدند برای چی برای اینکه شما خانه سوخته های کذاب تاجر الدین شبهه های آنها را جواب گفته نتوانستید شما تاجران الدین شکمدم ها منهج اهل سنت را دفاع کرده نتوانستید اینها خوارج شدند الحمدلله امروز در دست ما خوارج ها بسیاریش حق فهمیده شده است توبه کرده شده است و پیش خوارج ها را داشته هستیم اهل سنت را داریم دفاع میکنیم به منهج شما نتوانستید برای من اگر به نزد خوارج ها روید یک منهجی نو به خوارج ها شما عوض با زیاده میکنید منهجی به خاطر نفست تکفیر کن تو را قبول نکرد تکفیر کن که بعد از این صحبت ها شاید خوارج ها هم ببینید کم انا منهج از تو یاد گرفتیستن از الله شرم بکن ای چرب زبان
چقدر حاضر 12 دقیقه صحبت کردی، یک دلیل نیست. گپ میزنی، صحبتی مرا میگذاری و بعد از این میگویی میکشن، کردن، این کردن. از الله بترس. ایمان به روز قیامت داشته باشی، از الله بترس. ما به طول روبرو میشیم. چرب زبانی کذاب. سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که این الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که آنها بر خویش ستم کرده بودند. قالوا فیما کنتم، کجا بودید شما؟ چرا هجرت نکردید؟ در چه حالی بودید؟ چرا اینقدر در عذاب هستید؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ما بیچاره بودیم، در به در بودیم، مسلمانان رو تکفیر کرده بودیم، اوکراین رفته بودیم، جرمنی رفته بودیم، هلند و بلژیک رفته بودیم. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا سرزمین الله وسیع نبود که جای بهتر میرفتید مهاجر میشدید؟ چرا رفتید در اونجا؟ چرا ماندید در کشورهای کفری؟ فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا، آنها جایگاهشان جهنم است و چه جایگاه بدی است، چه سرانجام بدی است. ترجمه شما از همینجا براتون بخونم. همانا کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که به خویشتن ستم کرده بودند. فرشتگان به آنها گفتند شما در چه حالی بودید؟ گفتند ما در زمین مستضعف بودیم، بیچاره بودیم، در به در بودیم. فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آنجا مهاجرت کنید؟ بنابراین جایگاهشان دوزخ است. همه مفسرین، تقریبا اجماع مفسرین بر این است که این آیت در مورد کسانی است که در مکه در زمان حکومت کفار در مکه ماندن، هجرت نکردن. یعنی چی؟ یعنی قاعده کلی این است که هجرت از دارالکفر و دارالاسلام هست. در جایی که شما دینتان در آنجا حفظ شود، در جایی که اونجا اسلام حاکم باشد. اما نظر ما، دیدگاه ما در موردی که امروز بعضی از مردم، مثلا برادران تاجیک ما امروز مهاجر شدن در روسیه، در آلمان، در کشورهای مختلف، حکم اینها چی است؟ اینها در کشوری که تاجیکستان گفته می شود، کشور جزء کشورهای اسلامی محسوب می شود، ظلم و ستمی که بر علیه اسلام و مسلمان ها در اونجا اعمال می شود بیشتر از ظلم و ستمی است که در غرب در کشورهای کفری اعمال می شود. شعائر دینی، حجاب، ریش و مسجد رفتن، قرآن خواندن اجازه نیست. پس این مهم نیست که تاجیکستان جزو کشورهای اتحادیه کشورهای اسلامی است. مهم این است که در اونجا آیا این آزادی دینی هست، آزادی شعائر دینی هست، آزادی عبادت هست. اگر هست از اونجا هجرت جایز نیست. اگر نیست، انسان به نزدیکترین سرزمین اسلامی نیست، به نزدیکترین سرزمین کفری که در اونجا عدالت برپا باشد، در اونجا شما آزادانه بتوانید دینتان را اجرا بکنید. اما زندگی کردن در سرزمین کفر، حالا امروز مثلا بعد با ما در آلمان زندگی میکنیم، آزاد هستیم، هیچ مشکلی نداریم، در اروپا و آمریکا زندگی مثلا مشکلی نداریم، بله درست است، هیچ مشکلی نداریم. اما بشینید امشب خودتون خانم توقف بکنید، موضوع دیگر از این دوسیه موضوع را صحبت کرد. شما نستی خیلی خوب دارد لبش، همین محمد انصاری که لبش که قطع کرد، اکتیوری شروع شد، بالاخره باز به همون بلیوود است رفت. لیکن بالاخره ما میگیم قسم به الله، انسانی که دروغگو هست و کذاب است، الله دور نگذشته با خودش او را چی میکند؟ خور و ذلیل میکند. این خیلی جاهل است، از منهج خیلی جاهل است. از سبب جاهل بودن الله المستعان در باب هجرت حکمی انیق کرده نمیتواند. حکم انیق یعنی کسایی که در مکه بودند، آیا اونها کافر بودند یا مسلمان؟ و کسایی که امروز حالتشون مثل اهل مکه می شود، یعنی کسایی که در مکه مسلمان اسلام آوردند و هجرت نکردند، همین به خاطر هجرت نکردن آدم کافر می شود؟ مگر علمای امروزه، الله المستعان، ببینید انسان خندش میبید، ببینید مگر علمای امروزه، علمای انمین عصر حاضر یک
فرقه رو به نام فرقه التکفیر و الهجره خوارج نگفتند؟ یک فرقه هست، امروز ما تو به حال شما به نگفته بودیم الان میگیم نام فرقه رو علما التکفیر و الهجره میگن. نام فرقه همین است، یعنی باید تمام انسان ها را تکفیر بکنی و هجرت بکنی به دارالاسلام گویا. اگر هجرت نکردی چی؟ اینها میگن که کافر هستی. عادتا این در درون ترمه ها، در درون بخصوص ترمه مصر به وجود آمده است، جماعت تکفیر و الهجره. معنای تکفیر و الهجره همین است که اساس عقیده اینها همین است که هر کسی که هجرت نکرد، اعوذ بالله، این غلو کرده میگن که کافر است. و شما از سخن محمد انصاری همین فهم رو فهمیده ایستادید یا نه؟ در اوله که وقتی که آیت خوند همین معنی برفت، اما بعد از این آیت خونده در بالای آیت انیق صحبت کرده نمیتواند، در بالای آیت علم ندارد، منهج ندارد، قرآن تفسیر و ترجمهش خودش میخواند، به واسطه علمای اهل سنت نفهمید، برای همین گمراه است. آیت خواند، وقتی که آیت خواند در بالای آیت معنایی که داد، معنا همین است که محمد انصاری میگوید که در این آیت در مکه مسلمان های بودند، به نزد پیامبر هجرت نکردن، اینها کافر شدند به خاطر هجرت نکردن. به من یک عالم رو بیار که به خاطر هجرت نکردن تکفیر کرده باشد. یک، بعد از این بگو که امروز اگر یک منطقه مسلمانی، یک سرزمین مسلمانی باشد، مسلمان ها به سوی همین هجرت نکنند، آیا کافرند؟ یعنی مثل همین آیت مسلمان هایی که ظالم باشند، قدرت نداشته باشند، از تاجیکستان برآمدن نتوانند، اینها در نزد تو کافرند؟ برای که ظاهر تو همین است. انا این میگن کسی که علم ندارد جهمی محض و خوارج محض است. قسم به الله بسیاری این عاذری های خوبسا انا چنین عقیده دارند که کسی که هجرت نکرد کافر است میگن. همین آیت رو بسیاری این عاذری ها انا چنین به مردم ترجمه کردند، گفتن که تو در تاجیکستان هستی، نبر آمدی، عاذری هستی. و همین سبب شد که بسیاری مردم خانه و درش پرتوف تو به بلای مصیبت های سختتر از افغانستان باشد یا دیگر و دیگر باشد گرفتار شد، به خاطر اینکه فتوا محمد انصاری داده ایستاد است که معنای آیت گفته است که اگر هجرت نکردی کافر میشوی. برای اون که در مکه مسلمان شدند، هجرت نکردند، ملائکه ها آمدند، فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیر شد. آخر مسلمان باشد بیچاره چرا کافر شد در مکه مسلمان شده؟ میتواند جواب بدهد. حاضر محمد انصاری نگفت، گفت که هجرت نکردند، برای همین والله تکفیری است، به همین سخنش تکفیری است، خوارج است. ای مردم، انمین انسان در انمین موضوع بار دیگر خوارج بودن خودش این کار ببینید تصدیق کرد. خیلی که پیش از این انصاری تاجرالدین عاذری رو ما یک نفر از برادر تاجیک نصیحت کردیم، در یک طرف جانب مدخلیگی خطر دارد، در یک طرف جانب خوارجی. عیناً ببینید اینها به خاطر شکم عاذری، دین فروش، و باز از یک طرف به خاطر به ما رد زدن نفهمیده خوارج. نفهمیدنش عذر نیست، این گمراه است. قدریه ها در زمان سلف صالح نفهمیده قدری شدند، خوارج هم نفهمیده خوارج شدند. کی اونها را گفت که اینها جاهل بودند خطا کردن؟ عذر نیست، عذر نیست، این خوارج است. اصول خوارج گفت. حاضر انکنون این یک فرقه نوبه با این همراه شد. انا همینجا یک فرقه نوبه همراه شد، فرقه تکفیر و الهجره. ببینید همراه حزبی است، همراه عاذری است، حاضر که تکفیر و الهجره شد. اعوذ بالله. مختصرا سببش چی است؟ برای چی هم خیلی جاهل است؟ برای چی هم خیلی گمراه است؟ برای چی اینها اعوذ بالله عقیدهشون رو به مانند یک جورب ایواز میکنند؟ به خاطر آن که برادر عزیزم از منهج اهل سنت بیخبرند، جاهلند، مطالعه نکردند، در نزد علمای اهل سنت و الجماعت زانو زده تعلیم نگرفتند. اینها خود ساختند، اینها خودشون فقط ساختند، وایمه کرده.
به همین سخنهای باطلشون ساختن. اینا هیچ چیزی نیستن. اینها تزکیه هم ندارن، منهج هم ندارن، تعلیم هم نگرفتن. خودش قرآن به فهم خودش میفهمد. برای همین ما میگیم ما قرآن رو به فهم سلف صالح، قرآن و سنت رو به فهم سلف صالح میفهمیم. بیاید من تفسیر مطالعه کنم. آیت اکو به شما میخونم. بارک الله فیکم. تفسیر القرآن الكریم گفته که تفسیر به آیت میبرد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سوره نساء 97. آنهایی که ملائکه ها برای گرفتن جان آنها رفتند، کسایی که خودشون به ظلم کردگی بودند، ظالمی انفسهم، به نفسشون ظلم کردگی بودند. ملائکه ها به آنها گفتند که در کجا بوده؟ چرا به خودتون اینقدر ظلم کرده؟ چرا در بین کفار اینقدر زیاد ایستادید؟ آنها گفتند که ما مستضعفین بودیم، یعنی انسان‌های ضعیف بودیم در زمین. ملائکه ها به آنها گفتند که آیا زمین الله وسع نبود که هجرت کنید؟ این آیت عموم است. این آیت هجرت رو آیا فقط به نزد رسول الله گفت یا عموم؟ یعنی یک کار کرده از زمین ظالم خود را این کو بیرون کنید که علما میگن که عموم است، لیکن این چنین دلالت به مدینه میکند که به مدینه چرا نرفتید؟ میتوانستید که روید. پس شما عذر نآورید. جای شما، مأوای شما جهنم است و جای بد است. تکفیری ها همین آیت میگیرند به مانند محمد انصاری و دیگر تکفیری ها، بچه جوان ها، کودک ها، خوارج هایی که امروز ما را تکفیر میکنند. بعضی ها هجرت نکردی میگن تو کافری. کی گفت؟ محمد انصاری گفت. بعد از این سخن انصاری به من چندین کسا شاید سوال کنن که ما برادر هجرت نکردیم، آیا ما کافریم؟ برای چی؟ برای که ما بله در روسیه هستیم لیکن ما مظلومیم، در ترکیه رویم ما مظلومیم، در تمام عالم مظلومیم، چیکار کنیم؟ اخیر گجا رویم. این گپ این با مجبور میکند که انا همین سخن محمد انصاری با مجبور میکند که با مردم گجا روند. هجرت کردن واجب بوده است گفته، یا طرف طالبان میرد، اگر هجرت نکنی کافر میشده ای گفته از سخن محمد انصاری، یا مردم به طرف طالبان میرود، یا به طرف انا همون سوریه میرود، یا به طرف خودش گفته است از داعش میرود، یا به طرف دیگران میرود. بله نتیجه سخن محمد انصاری همین است که اگر هجرت نکردی کافری میگید. لیکن تفسیر بین که چی میگید؟ اهل علما را بین که چی میگید؟ ای میگید. تفسیر وجیز به نظر کنید. الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز للواحدی. ما بغوی با میریم و دیگر تفسیر رو با میریم، لیکن حاضرش ببینید چی میگید. ای قبضت ارواحهم ان الذين توفاهم الملائکه. معنی چی بود است؟ همون کسایی که ارواحشون در حالت گرفتن بود، گرفته شد. یا این آیت کی به نازل شد؟ میگوید سبب نزولشه نزلت فی قوم كانوا قد اسلموا ولم يهاجروا حتى خرج المشركون الى بدر فخرجوا معهم فقتلوا يوم بدر او فقتلوا يوم بدر او فقتلوا يوم بدر ضربت الملائكة وجوههم وادبارهم. این آیت نازل شد در حق همان مسلمان هایی که در مکه اسلام را قبول کرده مسلمان شدند اما به مدینه هجرت نکردند. هجرت نکردنشان به مدینه یک باره کافر شدن نبود. به خاطر هجرت نکردن به مدینه در اول امر در مکه در حالت زندگی کردن اینها به ضرر ایمانی داشت، ایمانشان نقصان کرد، گناه خیلی هم بزرگ بود، کبیره از کبائر بود. وقتی که اسلام آوردند و به مدینه هجرت نکردن کبیره کردن، گناه بزرگ کردن اما کافر نشدند. کی کافر شدند؟ همین مسلمان های مکه. وقتی که روزی بدر شد مشرکین خبر پیدا کردند که محمد صلی الله علیه وسلم با صحابگان برای گرفتن غنیمت مال ابو سفیان و ابو جهل و این اهل قریش برآمده است. اهل مکه همه اهل مکه را جمع کردند و مسلمان ها را جمع کردند، گفتند که یا امروز با ما به مکه میروید یا نمیروید یا نابود میکنیم.
مسلمان ها مجبورن در حالت اکراه به بدر بر آمدند، اما در همین روز اکراهشون هم عذر نشد. چرا؟ برای که اینها پیش از این باید هجرت میکردند، پیش از این وقت داشتند، فرصت داشتند، چقدر سال یک چند وقتهای سال و ماهها زندگی کردند، برآمده روند میشد، برآمده نرفتند، به اختیار خود در بین کفار زندگی کردند و بعد از این که اونها را قریش برده جنگ بدر به راست کرد، رو به روی پیامبر به مسلمان ها ایستادند، الله اینها را انا همین آیت نازل کرد. جان اونها را وقتی که میگرفت اونها گفته میشد همراهی که هستند. دوامش میخونیم. انا همین گفته در روز جنگ بدر ملائکه ها در حالت گرفتن روحی همون به نام مسلمان هایی که از مکه آمده بودند هم در صف مشرکین بودند و به پیامبر گویا که می جنگیدند، در صف مشرکین بودند. در همون وقت بعضیشون کشته شدند، در حالت روحشون گرفتن انمین حکم جاری کردند. اما در مکه کسی از مسلمان ها پیش از جنگ بدر وفات کرده باشد او کافر نیست به خاطر هجرت نکردنش. ای محمد انصاری تکفیری خوارج، ای تکفیری، فهمیدی کن علم چی است، منهج چی است؟ الله اکبر. دومش الى بدر فخرجوا معهم فقتلوا يوم بدر فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقوله ظالمي أنفسهم بالمقام في دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين. اینها برای چی ظالمی انفسهم؟ این مسلمان شد در اهل مکه. برای چی ظالم شد؟ برای که اینها هجرت به شرایط داشت، قدرت داشت، هجرت نکرد و باز به سبب هجرت نکردنش به کفر اکبر واقع شد. پس هر کسی که امروز در تاجیکستان، در روسیه، در جای دیگر اگر هجرت نکند مسلمان است، اگر نماز خواند، لا اله الا الله رو گفته نماز خواند و موحد باشد مسلمان است. اما اگر خطر را دیده ایستاده هجرت نکند و بے پروا ایستد، حکومت تاجیکستان او را برد و به کفر مجبور کند و کافر شود، در این حالت مثل این آیت به واقع میشد. برای که این تماشا کردن نشسته سادس میداند که ضرر رسیدنشون که است، اما به مجردی هجرت نکردن انسان کافر گفته نمی شود. این آیت به مجردی هجرت نکردن نیست. خیلی که ما به یک چند خوارج ها بحث کردیم و این مسئله را فهمانیدیم و امروز به این خوارج تکفیری که از جانب مدخلی عازری و از جانب خوارج تکفیری مسلمان کش است به محمد انصاری هم اینه بیان میکنیم. انامین ها هستند که خوارج ها را به وجود میارن. باور بکنید. فهمیده نکن برادر عزیزم، هر کسی که به هجرت نکردی گفته تکفیر میکند و همین آیت تلاوت میکند، دانید که حالا آیت نفهمید و منهجش منهج تکفیری و الهجره و منهج خوارج است به مانند محمد انصاری. در دوام تفسیر میگه ای قالت الملائکه لهؤلاء سؤال التوبیخ والتقریع اکنتم في المشركين ام كنتم في المسلمين فاعتذروا بالضعف عن مقامة أهل الشرك في دارهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي في مكة فحاجتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم يعني غير يعني الدور که دیگر جو باشد لاقل اوزاد دین تکنی غیر عموم است. إلى غير دارهم قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أخبر الله تعالى أن هؤلاء من أهل النار. اینها از اهل دوزخ هستند و این خبر الله داد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که هجرت نکرده و بعد از این به سبب کمبودی خودشان کفر اکبر به واقع شدند که این جنگیدن به پیامبر شد. خیلی که در همین جنگ عباس امک پیامبر را پیامبر دستگیر کردند، به مدینه آوردند و گفتند که ما اسیرها را با خنبه ها یعنی با پول های مبلغ های کلان آزاد میکنیم. عباس گفت که من مسلمان بودم. گفت پیامبر گفتند که صلی الله علیه و سلم اسلامت به خودت است و ما به ظاهر حکم میکنیم. ظاهری تو گفتند وقتی که جنگ بدر اومده ظاهری تو کفر است. همین مثل کافرها معامله میکنیم.
اگر اسلام در حقیقت داشته باشی این در بین تو بین الله است. انا این حکم رسول الله بود. نظر بکن به مسند، نظر بکن به اهل حدیث. ای کسی که از اهل حدیث از اهل سلف دور استی و حجتت عقل پوچ خودت است، یک خوارج یک مدخلی، یک خوارج یک مدخلی میشوی. الله خورت بکند که به دین الله باز میکنی. تفسیر البغوی معالم التنزیل به نظر میکنیم. قوله تعالی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، در آیه میگه الايه نزلت في ناس من اهل مكه تكلموا بالاسلام ولم يهاجروا منهم قيس بن الفاكه بن مغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباههما فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار فقال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة أراد به ملك الموت وأعوانه أو أراد ملك الموت وأعوانه أو أراد ملك الموت وحده كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. سجدة وتي يصدر وردا. والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالمي أنفسهم بالشرك وهو نصب على الحال أي في حال ظلمهم. قيل أي المقام في دار الشرك لأن الله لم يكن و الى آخر الآیه. یعنی ببینید آیه خوندیم چی گفته شده است به مانند قیس و به مانند غیر ابن الولید و غیره که میگوید که توفاهم الملائکه اینها کیا بودند؟ کسایی که خرج المشرکون الى بدر و شما فلما خرج المشرکون الى بدر خرجوا معهم. وقتی که مشرکا بدر به بر آمدند این انسان ها هم قطعی مشرکا بدر به بر آمدند و الله این خیلی اسلام نمیپذیرد که تو هجرت نکنی و باز مشرکین کمک کنی بر ضد مسلمان ها. ایش کننده هشتم اسلام است که در دوامش میگوید که فی حال ظلمهم قیل ای المقام فی دار الشرك لان الله تعالی لم يكن يقبل الاسلام بعد هجرت النبي صلی الله علیه و سلم الا بالهجره ثم نقض. یعنی بعد از هجرت پیامبر اسلام رو الله قبول نمیکرد که مگرم هجرت کنی یا که در همون جای هستیم به مشرکین نصرت ندهی. این آیت مطلق به اهل مکه که هجرت نکردند همشون کافر است نیست. این آیت به کسایی که به جنگ بدر برآمدند. این بالاخره چی را دلالت میکند؟ خیلی صحبت من طولانی شد. این دلالت میکند که محمد انصاری تکفیری هست و اصولی که در همین باب سخن میکند اصولش اصول منهجی التکفیر و الهجره است. هجرت نکنی کافری میگد و این خوارج در این باب و در این چنین در تکفیر عموم می رود. عاقبت سخن تفسیری که محمد انصاری کرده این است که تکفیر بالعموم، شما هجرت نکردید کافرید. بعد از این باقی مانده سخنهایش که مثلا تاجیک از تاجیکستان برآمد نبرآمد بررسی این بعد از شرح آیت سخنهایی که شرح آیت دیگر است سخنش دیگر است. شرمندگی است. ولی اقل کمی فهم که چی میگویی؟ سخن تو آیت دیگر گفتی سخن تو دیگر بگی. جاهل بیعقل. باز همین ها برآمدند خودشون پیشوای با ملت افغان گرفتن. وای به ملت افغانی که همین گوش میکنن. وای به همین مردمی که همین ها رو گوش میکنن. قطاع الطرق، تجار الدین. بگذارید. فرزندانتون بذار یک جدول بگیرید برای خودتون. فرزندانتون چند در نماز پابندن، چند درصد شاهدین پابندن، چند درصد به اخلاقیات دین پابندن. اینا رو بگیرید. یقین داشته باشید. البته هستن خانواده‌ای که ماشاءالله فرزندانشون اما به مرور زمان میگم اکثریت بر این است که فرزندان اکثریت مباشر شما که فرزندان مباشر شما اخلاقشون 50% از دست اعتقاداتشون دینداریشون اخلاقشون تربیتشون از دست محکم میگه. چیز طبیعی است. بعد از اون درس ببینید اگر سنتون بالاتر است نه. اما معذرت خواهی میکنم که میکروفونی من کمی صدا میبرد، بعضی فراموش میکنم. سبحان الله. اما این صحبتی که محمد انصاری چرب زبان روغن زبانی از یک طرف مدخلی و از یک طرف
جماعت خوارجی تکفیر و الهجره هست، این باز به همون حسیات مردم بازی میکند. میگه افغان هایی که به اروپا رفتید چند قدر شما نماز و این و آن. تو اول افغانستان رفت، مردم افغان یک بار در درون کابل، از بیرون از کابل در این ولایت ها یک سوال کن که معنای لا اله الا الله میفهمد یا نمیفهمد. یک بار رفت یک ببین از حال زاری اونها بپرس که اینقدر از دنیا دور ماندند که لااقل معنای لا اله الا الله نفهمیدند. بیچاره ها قبر پرستی را دین میگن، شب و روز قبر میپرستند، اینم دین گفت، مشرک شدند. شما با اونها را برادر میگین. شما دینداری گفته چی را میفهمید؟ خاک به غلمیده، کنهای پا کفیده است، رویها سیاه خاکالود، لا اله الا الله نفهمیده، در درون نقاب، در زیر قبر، در گرد قبر خواب کردن و قبر پرستی. همین است دینداری برای شما. امروزه حالت مردم افغان ما همچنین دیده ایستادیم. صوفی ها اینها را به همین درجه برآوردند. بسیار افغان هایی که برادرهای موحدی که ما به اونها صحبت کردیم و بسیار افغان هایی که ما به اونها روبرو شدیم بیرون از افغانستان، میگه که والله من مسلمان بودن رو، توحید رو، لا اله الا الله رو به اهل خانواده ام بیرون از افغانستان در دولت های اروپایی، حتی در بعض اونها در روسیه و بلاروس و انا همونجا در امریکا گفتیم. میگه ما میگه اگر در افغانستان باشیم، میگه اینترنت در بسیار جاش نیست، برق نیست، ما از علمای اهل سنت بیخبریم. همون پیشواها یک دو صوفی به عقل کلخر مردم بردن راست به قبر. ما گفت تو دیروز قبر پرست بودیم؟ میگه بله نماز میخوندیم، قبر پرست بودیم. قبر پرستی که نماز میخوند نمازش برای او فایده ندارد. خیلی اجماعی سلف صالح هست که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کرد این مسلمان نیست، این مشرک است. نماز به او فایده ندارد، روزه به او فایده ندارد. بسیاری افغان هایی که بیرون بر آمدند اونها دیندارتر شدند. برای همین علما در زمانش گفته بودند، علمای سلف برای همین گفته بودند که ضرری قبر پرستا یعنی جهمی ها، ضرری جهمی ها از ضرری یهود و نصارا بدتر است. برای چی؟ برای اینکه قبر پرست از نام دین به مانند رافضه، به مانند این صوفی های قبر پرست که مردم زده ظلم کرده قبر پرستی میکنند، همه اهل سنت نبیره های اهل سنت بردند و قبر پرست کردند. اینها از نام قرآن، از نام سنت شما را برده قبر پرست میکنند. قبر پرست میشی تو همین دین میگویی، همین حق میگویی. اما یهود و نصارا هرگز تو را از نام قرآن و سنت قبر پرستی به نمیبرد. بله یهود و نصارا ضرری خیلی ضرری وزمین دارد، لیکن یک مسلمانی که کمی از اسلامش باخبر است میگه که یهود یهود است، نصارا نصارا است، این دین من نیست، این کفر است. میگه الله در قرآن گفته است. تمام. اما رافضه صوفی را نفهمیدند، نشناختند. وقتی که بیرین بر آمدند از قید این قبوری ها آزاد شدند، علما را گوش کردند، دسترسی به موادهای علمی پیدا کردند. فرزندهای بسیاری افغان ها امروز در اروپا، در امریکا، در بلاروس و روسیه مسلمان است، موحد است. شاید انکنون از اروپا و از دیگر منطقه ها شاید افغان هایی که در اروپا خاص نه، در تمام عالم بیرون از افغانستان هستند، شاید این افغان ها جوان های آینده رفته افغانستان به توحید دعوت کنند. شاید این جوان ها رفته مردم، این افغان ها شاید رفته مردم افغانستان دعوت به توحید کنند. ای چرب زبان کذاب، اسلام در نزد تو این مگر ترک کردن شرک نیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه به سوی اسلام دعوت میکردند؟ اسلامی که تو میگویی دیگر است، اسلامی که پیامبر گفتن دیگر است، اسلام اهل سنت دیگر است، اسلام تو دیگر است. آخر اسلام با ترک قبر پرستی، با ترک طاغوت پرستی، با ملت ابراهیم به وجود میاد. اسلام تو چی؟ الله خورد بکند. فقط چرب زبانی و کذابی. بفرمایید.
ببینید اگر سنتون بالاتر است نواتون رو نگاه بکنید، فرزندانتون که اونا چند درصد اعتقاداتشون رو حفظ کردن، اخلاقیات رو حفظ کردن. یقین داشته باشید که 25 درصد 30 درصد نهایتش. اما نسلی که بعد از اونا میاد چی؟ آیا اونا هم اینطوری دینشون رو حفظ خواهند کرد؟ چند درصد حفظ خواهند کرد؟ و نسلی که نسل پنجم که میاد و کل این سرمایه گذاری کفار رو نسل های بعدی است. به شما کاری نداره، شما تاریختون گذشته، پولم بهتون میدن و بشین تو خونه، تو بشین تو خونه، ما با فرزندانت کار داریم. و اینکه نسل پنجم شما در اونجا فاسق بشه، فاجر بشه، بیدین بشه، ملحد بشه، گناه این در کی است؟ بگذارید شما گناهی این در کی است؟ گناهی در اروپا یا در امریکا یا که در روسیه و در دیگر منطقه های دارالکفر نامسلمان شدن جوانهای افغان گناهی کی است؟ نامسلمان شدن جوانهای فارس، تاجیک است، ایران است، گناه کی است؟ گناه شما است ای محمد انصاری. گناه تو و گناه امثال تو تاجران دین است که شما حق را بیان نکردید. شما شرک بودنش را نفهمیدید. حکم کردن به حکم غیر الله. شما آیت آوردید، یک روایت ضعیف کتی کفر دون الکفر گفتید. شما مشرک مسلمان گفتید و موالات به او کردید. موالات کردن یعنی چی است؟ به او دوستی کردن است. دوست به مشرک شدی، عاقبت چی میشه؟ مشرک میشه. المرء علی دین خلیلی، المرء مع من احب و غیر ذلك الاحادیث. انسان در دین برادرش میشه. انسان همراه کسی است که امر دوست میدارد. شما فتوا دادید به این جوانهای بیچاره که کسی که شرک اکبر کفر اکبر کند هیچ باکی ندارد، جهل عذر است، تقلید عذر است، هیچ باکی ندارد. تو مسلمان هستی، آخر دروازه کفر شرک تو باز کردی. ای خبیث، افغان شما و امثال شما رسوا کردین، هم درون و هم بیرونش رو. طرفداران صوفی، برادران قبوری رافضی و صوفی شما هستین که فتوای مسلمانی قبر پرستی رو میتید، جهل عذر میگوید. انمی شما به اونها امید شدید، انمی شما به اونها کفر شرک دروازش باز کردید. انمی شما هستید که براءت به اونها نآموزانیدید، درباره براءت گپ نمیزنید. برای اینکه اگر براءت گپ زنید بدون تکفیر براءت به وجود نمیاد. براءت از مشرکین در دین شما وجود ندارد. موالات با هم شما مشکلی دارین در اصل دین. موالات رو به همون مردم فهمانیدید که اهل سنت خوارج است، از اهل سنت دور شوید. خوارج های حقیقی را نشناختید. یکی از اینا خودت است که خوارجی صحبت میکنی، بیخبر هستی از خوارج، اصلا بیخبر هستی. اهل سنت خوارج گفتی، مردم افغان از اهل سنت دور کردی و مشرکا را مسلمان گفتی، مردم به مشرک پیوست کردی. انمین خودت هستی که گناه عظیم در بالای تو است. تو نباید در این منبرها صحبت بکنی. تو اهل صحبت نیستی آقای بیچاره، او مسکین منحرف. تو باید آموزی بسیار چیزا، نه لااقل مذهب جهمی را آموز، مذهب خوارج آموز از نظر علمای اهل سنت و الجماعت، که آخر یک سخنی جهمی های غلط میگویی، یک سخنی تکفیری های غلط میگویی. ما امروز به همون افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، خوارج ها بحث و مناظره میکنیم، لیکن مثل خودت غلط رو ندیده بودم که به خاطر هجرت نکردن تکفیر کنی، یا مثل خودت نامرد خوارج ندیده بودم که به خاطر نفست تکفیر کنی، باز نکنی اینو اون. دو کشور یک کاری را بکنیم، در بدر کردیم دو کشور یک و کاری را بکنیم. از شما گوش میکنم چکار کردیم؟ اینم بچه هستن گمراه کردیم. 4-5 موالات مسلمان ها را نابود کردید. براءتی که در اصل دین است از مشرکین نابود کردید. انمی چیز به وجود آمد. اگر تو اهل سنت می بودی، منهج اهل سنت بیان میکردی، به مردم مسلمان بیچاره افغانستان حق میگفتی، مردم خیلی گمراه نمیشدن. شب و روز نره نمیکشیدی که رافضه برادر ما هستند. افغان ها رفته در ایران رافضه نمیشدند. افغان ها رفته در ایران لشکری فاطمیان و سپاهی پاسداران به فروخته نمیشدند. تو اگر میگفتی که اول لشکر نشوید کفارند اینا، تو کافر میشوی نمیگفتی، اگر این سخن حق میگفتی اونها نمیشدند. چقدری جوانهای افغان به خاطر تو برادر گفتن رافضه ها را رفتند اونجا کشته شدند.
در جنگ ها ضد مسلمان ها جنگیدند و کشته شدند. امروز چقدر افغان ها در ایران هستند، رافضه ها را تو برادر میگوی، اونها که همکاری خانداری این و آن رافضه دارد در سرزمین افغانستان منتشر می شود. کی است؟ تو هستی. تو هستی که امروز سبب می شوی که رافضه منتشر شود در تاجیکستان و در منطقه های تاجیک نشین ازبکستان و اینچنین افغانستان. برای که تو برادر میگوی، اونا میگن نه استاد ما تو هستی. میگن پس تو هستی که تمامش گمراهی را داری در بین ملت فارس منتشر میکنی و امثال تو 4-5 جاهلانی که از خری همسایشون گمراه تر هستند. وای بر شما، فقط همین چهرهاتون کمی روغن شپیدین، روغن مالیدین و آمدین اینجا فکر میکنین به یک نظاره شما همه شما را عالی میگن. ما هستیم پاسبانان دین و سنت و شما مشرکین جهمی ها و خوارج هایی که و عیناً تو هر دویش رو داری جهمی و خوارج هستی بیان میکنین. بگذارید نه اینکه بالا نه ما مسئولیتی نداریم. کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته. بسیاری از دوستان من هستن که انسان‌های دیندار ملتزم بودن، فرزندانشون هم سعی کردن، کوشش کردن تربیت بکنن، اما فرزندانشون امروز 50%، 40% دینداری در اونها مونده. اما این که مردم در اونجا ببینید دلیل دار میشن بر از زبان خود محمد انصاری دلیل. من کمی پیشتر گفتم، سخنش را اولین مرتبه شنیدم. من گفتم همین دوستای تو هم خیلی گمراه میشن. دوستای ما نه ان شاء الله، دوستای تو. خودش میگه که بله چقدر دوستای من بودن فرزندشون گمراه شد، چقدر دوستای من بودند فرزندشون در تاجیکستان و در روسیه از دین اینقدر معلومات نداشتند، فرصت آموزش دین را برای اونها نمیدادند، از این ملت کفر یا که سرزمین کفر روسیه برآمدند رفتند به دیگر ملت کفر، اروپا باشد یا امریکا، امروز توحید آموختند در اونجا. این چی میگویی؟ دوستای ما فرزندانشون دارن توحید آموخته شدند، مسلمان شده ایستادند. پس مشکل در دوستای تو است، پس مشکل در تو است و دین به دوستات آموزون. مشکل در تو است، اول تو خودت باید دین آموزی، بعد دین به منهج که آموزانیدی بعد حق به وجود میاد. انا همین است. بله بگذارید. اسلام رو قبول میکنن مسلمان میشن، بله در اونجا مردم مسلمان. فرق زیاد است بین اون جوان آلمانی الاصلی که اسلام رو درک میکنه و مسلمان میشه و بین اون ببینید بارک الله فیکم، اینجا یک برادری ما نوشته شده است که جوربای من در تاجیکستان نماز نمیخوندم، بعد از نمیدونم بیرون شدن از اونجا از این فرصت ها استفاده برده نمازخوان شده است و این انسان ها خیلی زیاد است. این چرب زبانی شما، زبان دراز بودن زبان شما، دروغ های شما، تجارت شما، نیرنگ شما، نفاقت شما، منافقی شما و یک بار مدخلی شدن و آذری شدن، یک بار طالبی شدن و یک بار اردوغانی و سلمانی شدن و یک بار طرفدار داعش شدن و یک بار انکار کردن همه اینها و یک بار هم آمده خوارج شدن و جماعت تکفیر و هجره شدن و غلات خوارج شدن شما را امروز همه فهمیده شده است و ما روز به روز به شما اینا این مردم آشکار میکنیم. سخن بنده شاید دور و دراز شد، لیکن مقام کلام است، لیکن مقام بیان است. این چرب زبان ها را باید ما جواب گوییم. از اولی سخنش تا آخری سخنش یک دلیل آورد، انا همین آیت آورد، در همین آیت آوردهش اعوذ بالله شرمنده شرمسار شد، منهج سوره نساء 97 منهج خوارجی برفت. دیگر هیچ دلیلی نیست. دلیلش دوست من در اروپا دارد فرزنداش ملحد می شود. دلیل ما این است که دوستای ما وقتی که دیدیم موحد شده ایستاده است، از دست صوفی ها بیرون شده. فرق از زمین تا آسمان است.
برای چی؟ برای که فرق منهج است. منهج ما اهل سنت و الجماعه، منهج اینها منهج پراکندگی، منهج نامعلومی، منهج جهالت، منهج نفس، هر کجایی که به خودش معقول است میگیرد. با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.